برم اینورتر کنم خوب باشه. سلام سلام همگی، سلام. کامنت هم بازن. خیلی خوب. ما کامنت های یوتیوب هم اینجا داریم میاریم که دوستان بتونن ببینن. هم کامنت های یوتیوب، اگر حالا دوستی از یوتیوب کامنت بذاره، کامنت ها توی لایومون هم به صورت زنده دیده میشن. سلام اشکان جان، چطوری؟ امروز با یک بازی دیگه، یک پخش دیگه در خدمت شما هستیم. بازی داماش با شهر راز در شیراز. و آره 5 دقیقه مونده به بازی. دل تو دلمون نیست. 6 دقیقه به صورت کاملش بخوایم حساب کنیم. سلام موین جان. دل تو دلمون نیست. امیدواریم که به هر حال اولین امتیاز خارج از خونمون رو بتونیم بگیریم. و سلام حسین، چطوری؟ اینترنت هم ببینم یه لحظه به مشکل خورد انگار. آره داشتم میگفتم بچه، امشب ساعت 10 به صورت زنده در خدمت آقای نعیمی پور هستیم. یه سری خبرهای خیلی تازه اومده که دیگه توی همون لایو در موردش صحبت میکنیم. یعنی فارغ از اینکه حالا نتیجه این بازیمون چی میشه، اینکه میبریم حالا مساوی میکنیم یا خدای نکرده میبازیم، فارغ از اینکه چه نتیجه قراره که تو بازی امروز بگیریم، امشب ساعت 10 قراره که با آقای نعیمی پور که الان شیراز هستن به صورت اینترنتی یک ارتباطی رو داشته باشیم و یک سری از سوالات و نکات حاشیه‌ای که این روزا مطرح شده رو با ایشون مطرح کنیم و ازشون بپرسیم که به هر حال اتفاقات به چه شکلی دارن پیش میرن. این نکته رو هم عرض کنم خدمت دوستانی که توی اینستاگرام هستن. به دلیل مشکلاتی که توی شبکه و پخش مخصوصا توی اینستاگرام به وجود میاد، ما احتمالاً مجبور بشیم که اینستاگرام رو ببندیم. خواهش میکنم ازتون که اگر دوست دارید که بازی رو با ما ببینید، در کنار هم ببینید، تشریف بیارید و از یوتیوب بازی رو تماشا کنید. من ترکیبم اومده خدمتون بخونم. مسعود پور محمد رو ما توی دروازه داریم، مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، محسن انبساطی، مهدی رستمی، امید پورغنبر، حسین خیری، رضا زاهد تبار، پژمان نژاد و امیر حسین یوسفی به سرمربیگری علی نظر محمدی 11 مرد میدان ما هستن. و همین دیگه. حالا در مورد اسم تیم شهر راز هم شاید براتون سوال باشه که این شهر راز یعنی چی. شهر راز اسم یکی از اسمهای قدیمی خود شیرازه. یعنی شهر راز همون شیرازه، یه جورایی با شیراز بازی داریم. تو مایه‌های همون بحث سوانمون معنی اصفهان رو میده. شهر راز هم همون شیرازه. اینترنت خیلی قطع و وصل میشه، امیدوارم داشت که اینو براتون فراهم کنیم. وضعیت اینترنت هی نوسان میزنه. حالا بذار اینجا این فاصله ایجاد بشه کنم خیلی بهتر بشه. کامنت های توی یوتیوب هم حالا اینجا که داره پخش میشه یه دارم من بخونم. شما هم که حتما دارید میبینید روی صفحه. مرسی ازت معین جان. ممنونم پوریا، ممنونم ابوالفضل، ممنونم حسین. آره عمدن کمرنگ گذاشتیم که چیز بشه، که در واقع صفحه رو شما بتونید ببینید حسین جان، وگرنه تغییر دادنش که کاری نداره. اگر اینطوری بهتره، بقیه دوستانم بگن اگر اینطوری رو ترجیح میدید همینجوری باشه، مشکلی از نظر ما نیست. به هر حال اینطوری تیره ترش هم مثلا ما میتونیم بذاریم اینطوری که الان دارید میبینید. برسیم به لایو رو اگه به همکاران چک کنن که شروع شده نشده، وضعیتش به چه شکلیه. نه دیگه، الان این شبکه شیرازه و میبینیم که هنوز تصویر رو وصل نکردن، در حال پخش آگهی‌های بازرگانی هستن. به محض اینکه تصویر بیاد حتما ما اون رو هم برای شما پخش میکنیم. راست میگه آرمین، میگه که کامنت های خودت رو میخوای همونجا بخونی. بچه های اینستاگرام هم حالا دارن کامنت های شما رو میبینن دیگه. شمایی که توی اینستاگرام هستید و میخواین کامنتاتون دیده بشه، میتونید بیاین توی یوتیوب و توی یوتیوب کامنت بذارید که هر چی که دوست دارید حالا به هر حال نوشتهاتون دیده بشن. ما اینستاگرام هم دیگه کم کم ببندیم که خطاهای پخش کمتر بشه و
بدون مشکل بتونیم لایف رو پخش کنیم یا حداقل با مشکلات کم. من برم اینستاگرام، به همینجا دیگه از بچهای اینستاگرام خدافظی میکنیم دیگه. بازی هم شروع شد که دیگه مستقیم میریم استادیوم و بازی رو تماشا میکنیم. خب اینستاگرامو بستیم. البته نمیدونم صدای منو شنیدم بچهای اینستاگرام دیگه، میتونم ببندم. اینستاگرام اینجور دیلیا رو داره دیگه. نه جاوید جان، بازی هنوز شروع نشده، به محض اینکه شروع بشه حتما ما پخش میکنیم. بچهای اینستاگرام یکی دو دقیقه عقبن هنوز. خب مثل اینکه تصویر کم کم داره میاد. آره تصویر استادیومه. من این کامنت هم ببندم. خیلی خوب، اینستاگرام هم که دیگه بستم. حالا همکاران اگر اطلاع رسانی کنن که بازی رو داریم از توی یوتیوب پخش میکنیم عالی میشه. هر کجا که هستید خیلی سالم و تندرست باشید. منم دیگه با گذاشتی دو تیم فکر میکنم که شما صدای شهرراز و ورزشگاه رو بتونید داماش در بشنوید. خدمت شما عزیزان هستیم از هفته 12 مسابقات لیگ دست اول فوتبال کشورمون جام آزادگان. انشالله که بازی جذاب و دیدنی رو از هر دو تیم شاهد باشیم. ورزشگاه حافظی، هوایی بسیار خوب و مطلوب و تیم‌های نارنجی پوش و آبی پوش که تا ثانیه‌های دیگر مقابل هم سفارایی خواهند کرد. اما خدمتتون عرض بکنم در ترکیب تیم شهرراز امروز آیه ستاره‌زاده، مهرداد بشاگردی، محمد امینی، جواد نصیر، محمد رضا فیروززاده، میلاد غریبی، پیمان نامور، محمد علی صفیا، روح الله صفویانپور، رضا آقا بابایی، مجید بهروز برشنه و فرزان دانا رو قرار داده. در ترکیب تیم آیه علی نظر محمدی هم امروز دروازه‌بان مسعود پور محمد هست، مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، محسن انبساطی، محمد رستمی، امید پور قنبری، مسعود پور محمد که خدمتتون عرض کردم، حسین خیری، رضا زاهد تبار، پژمان نجات و امیر حسین یوسفی بازی خواهند کرد. داور وسط امروز آیه عبدالنبی پورخلف هست با کمک‌های آقایان حسین بهوندی و وحید امیری. داور چهارم هم آیه محمد جواد عبداللهی هست. ناظر داوری مسابقه هم آیه اسماعیل آمری. خدمت عرض کردم سرمربی تیم شهرراز آیه ستاره‌زاده، مدیر تیم آیه امیر حسین جوانی، سرمربی تیم داماش یا داماشیان رشت علی نظر محمدی و مدیر تیمشون هم محمد حمیدی هست. حالا هوادارا تیم شهرراز رو فرا میخونند، میرن در ضلع جنوبی زمین مستقر میشن. باید ببینیم یاران آیه ستاره‌زاده امروز چه خواهند کرد. دو تیم با شرایط متفاوت روبروی هم قرار گرفتن. میدونید تیم شهرراز از بازی هایی که انجام داده 4 برد، 4 مساوی و 3 باخت رو دشت کرده. در مقابل داماشی ها 2 برد، 3 مساوی و 6 باخت رو دارند. شرایط هم به این گونه هست که شهرراز در رتبه 18 جدول، شهرراز در رتبه 8 جدول و داماش در رتبه 17 جدول هست. اما فراموش نکنیم که در 5 بازی اخیر هر دو تیم به مانند هم 2 برد، 1 تساوی و 2 شکست رو در کارنامه دارند. تیم شهرراز با باختی که مقابل مثل کرمان دشت کرد در کرمان به آوردگاه حافظیه اومده و تیم داماش هم با پیروزی که مقابل آریو اسلام شهر به دست آورد با یه پیروزی اومده به شیراز و من فکر میکنم بازی حساس، جذاب و دیدنی خواهد شد. تقابل دو تیم نارنجی پوش و آبی پوش که حالا با سوت آقای عبدالنبی پورخلف آغاز میشه بازی. توپ در اختیار بازیکنای آبی پوش داماش هست. از سمت چپ حرکت میکنن توسط رضا زاهد تبار. حالا دور میکنن توپ رو به میانه زمین. بچهای شهرراز توپ رو میگیرن. صفیا عقب‌تر جایی که مجید بهروزی هست، در کنارش امینی حضور داره. مجید با یکم ریسک توپ رو انداخت برای استفاده فیروززاده که خطای بازیکنای آبی پوش اعلام شد. جا داره که سلام ویژه‌ای هم عرض کنم خدمت هموطنان خوبم در استان گیلان، عزیزانی که از طریق امواج تلویزیونی صدا و تصویر ما رو دریافت میکنن و این بازی رو از ورزشگاه حافظیه به صورت زنده و مستقیم تماشا میکنند. بعد ببینیم شرایط بازیکن داماش، بازیکن شماره 9 شون محسن انبساطی چگونه خواهد بود. برخواسته از زمین باید پیگیری بشه. آیه عبدالنبی پورخلف هم در صحنه حاضر هست. خدمتتون عرض کنم که
شهررازی ها در 11 بازی خودشون 10 بار موفق به گلزنی شدن، 8 بار گل دریافت کردن، تفاضل گلشون -2 هست و داماشی ها هم 9 بار موفق به باز کردن دروازه حریفان شدن، 17 بار دروازهشون باز شده با تفاضل گل -8 در جدول حضور دارند. ضربه رو باید بزنن بازیکن آبی پوش. توپ قرار داره پشتبان نجات نظر محمدی هم در کنار زمین صحبت میکنه، به روی دروازه فرصت برای آبی پوشان داماش که تو فاصله گرفت و از اون سمت به بیرون رفت. مهداد بشاگردی دروازه‌بان با تجربه شهرراز باید بازی رو آغاز کنه. در سمت راست بازیکنای نارنجی پوش صاحب توپ هستن. میلاد غریبی با خط دفاعی کار میکنه و حالا فیروززاده سربالا نگاه میکنه به دنبال بازیکن، باید بازیکن‌ها بهش نزدیک بشن. 3 بازیکن مقابل او هست، ترجیح میده با مجید بهروزی کار کنه. آیه نظر محمدی اشاره میکنه که داماشی‌ها عقب نیان، از همونجا بازی رو ببندن. ابتدای کار هست، باید ببینیم در این 10-15 دقیقه ابتدایی بازی چگونه و به چه شکلی پیگیری خواهد شد. تو به بیرون رفته. آقا ستار زاره هم گوشه تصویر مشاهده میفرمایید که بازی یاران خودش رو پیگیری میکنه. پرتاب رو باید آبی پوشان انجام بدن. ستار از افتخارات فوتبال شیراز هست با 37 بازی ملی. تو به دست کاپیتان تیم داماش برخورد کرد. بازیکن شماره 14 محمد رستمی. نارنجی پوشان باید بازی رو آغاز کنن. پیمان نامور آیه عبدالنبی پرطلب که حضور داره، این هم کاپیتان داماشیا هست که خطای هندش اعلام شد. مجید بهروزی برای فیروززاده، بهروزی و تیپی که بیرون حتی مجددا از قدری جلوتر برای نارنجی پوشان شهر راست خواهد محمد امینی پرتاب خواهد کرد. ستار زاره مورد تشویق تماشاچیان حاضر در ورزشگاه حافظیه قرار میگیره. اون گوشه زمین بچهای شهر راز میلاد غریبی یک تو با فیروززاده، خود میلاد عقب‌تر میاد به دنبال بازیکن و مجید بهروزی رو میبینه. محمد متین هم مورد تشویق هواداران شهر راز قرار میگیره. پرتاب رو باید بازیکنان داماش انجام بدن. آقای نظر محمدی اشاره میکنه که اوت بلند بفرستید و این کار حسین خیری انجام داد. تو به بیرون رفته. پرتاب برای نارنجی پوشان خواهد بود. این آیه نظر محمدی هست، در کنار ایشون میبینیم داور کمک اول آیه حسین بهبندی رو. پرتاب رو انجام میده امینی. فرزان دانا ضربه سر رو زد. دفعه توپ توسط آبی پوشان خطای فرزان به روی محسن انبساطی و آیه پورخلف که بسیار نزدیک هست به صحنه. امروز بازی ها به این شکل پیگیری خواهد شد، مثل شهر بابک در مقابل دریایی بابل، استقلال ملاستانی با شهرداری آستارا، پارس جنوبی جنب با نفت مسجد سلیمان و دو فوق العاده مهم و حساس این هفته که مشخص خواهند کرد صدر جدول رو، بازی خیبر و فجر شهید سپاسی در خرم‌آباد و بازی چادرملوی اردکان و سایپا در اردکان یزد خواهد بود. خطا به نفع آبی پوشان پشت محوطه جریمه، فرصتی مناسب برای داماشی ها. بازیکن شماره 7 رو هم دیدید، سعید طالبی، و باید ببینیم از این موقعیت چه استفاده خواهند کرد. 5مین دقیقه هم پشت سر گذاشتیم. خطا به این شکل رخ داد و آیه پورخلف که اشاره میکنه که با صدای سوت من بازی رو پیگیری خواهید کرد و توپ رو هم یه چند سانتی عقب‌تر میاره تا ببینیم 2-3 بازیکن داماش که پشت توپ ایستادن کدام یک استفاده خواهند کرد. مهرداد بسیار با تجربه هست، دروازه‌بان آماده و سرپنجه فوتبال شهر راز. دیواره دفاعی که 5 نفره بسته شده. آیه پورخلف هر زمان اجازه بده بازی پیگیری خواهد شد. دیواره دفاعی قدری عقب‌تر فرا میخونه. پیمان نامور هست، امینی هست، روح الله صفویان پور و سایر بازیکنان.
موقعیت برای داماشی‌ها، ضربه رو این شکل میزنن برخورد با دیوار دفاعی و توپی که دور میشه. ضربه رو سعید طالبی زد به جناح چپ. حرکت آبیپوشان، صفویان پور هست در کنار او رضا آقابابایی. باریکلا به رضا، به هر شکل باز هم توپ به بیرون میره تا پژمان نجات از اون زاویه توپ رو برای آبیپوشان پرتاب کنه. گوشه محوطه جریمه، بازیکن شهرراز توپ رو میگیرند. حرکت اونها به توپ نمیرسه میلاد غریبی و باز هم پرتاب برای داماشی‌ها خواهد بود. این آیه نظر محمدی هست، سرمربی 45 ساله تیم داماش که بازی‌های خوب او رو در درون دروازه، در پست دروازه‌بان در لیگ‌های مختلف فوتبال کشورمون به خاطر دارید. در تقابل آیه ستار زاره که خدمتتون عرض کردم از افتخارات فوتبال استان فارس و شهر شیراز به شمار میاد. ستار امسال با تیم شهر راز و نتایجی که تا به اینجا کسب کرده و خدمتتون عرض کردم 4 پیروزی، 4 مساوی و 3 شکست با 16 امتیاز در رتبه 8 جدول پرتاب رو انجام خواهند داد با دورخیز زیاد. حسین خیری بلندو کشیده درون محوطه جریمه، ضربه سر اول از بازیکن شهر راز میتونه از ضد حمله رو شکل بده. رضا آقا بابایی یک تو با رضا که تو به رضا نرسه، خود رضا میاد توپو میگیره راه میفته و خطا اعلام شد باز هم از بازیکن شهر راز به روی آبی پوشان داماش. رولا صفویان پور بود که سعید طالبی رو زد. این دومین ضربه ایستگاهی در دقایق اخیر هست که داماشی ها باید بزنند. خدمتتون عرض کردم اصلا به شرایط جدولی داماش توجه نکنید. داماشی ها در 5 بازی اخیر 2 برد، 1 مساوی و 2 باخت رو دشت کردن و دقیقاً در 5 بازی آخرشون معادل شهررازی ها کار کردن. به روی دروازه بلند مهداد بشاگردی که رها میکنه تو به بیرون میره و از کنار دروازه خود او باید آغازگر کار باشه. مهداد با قامتی بلند 1 متر و 93 سانتی متر این سمت امینی و در ادامه کار فیروززاده. فیروززاده به دنبال بازیکن هست، مجید بهروزی رو میبینه. بهروزی کنترل کرد، امینی بهش نزدیک شد، ترجیح میده کار بکنه با رضا آقا بابایی. بهترین گلزن تیم شهر راز هست رضا. توپو دور میکنند بازیکنای داماش. یک بار دیگه مجید بهروزی، ضربه سر از کاپیتان محمد رستمی. به دنبال توپ هست سعید طالبی که خوب نشون داد در این دقایقی که پشت سر گذاشتیم، بازیکن ریزنش اما تند و تیز تیم داماش گیلان. مهداد بشاگردی بلند برای امینی که توپ فاصله گرفت و بیرون رفت. توپ رو باید آبی پوشان پرتاب کنند. آزاد جعفرزاده، ستار زاره که متفکرانه بازی رو تماشا میکنه، آزاد رها میکنه تا حسین خیری به این شکل پرتاب کننده توپ باشه برای رستمی. خیری یه قدری جلوتر و مجید بهروزی که به این شکل توپ رو دور کرد. میانه های زمین رضا آقا بابایی، روح الله صفویان پور. رضا آقا بابایی میتونه از بازیکن مقابل خودش عبور کنه یا نه. توپش رو به بیرون میزنه مجتبی بیژن، مدافع با تجربه داماشی ها، 35 ساله. تو سایپا شهر خودرو نساجی نفس مسجد سلیمان و 1-2 تیم دیگه هم بازی کرده مجتبی بیژن. پیمان نامور برای فرزان دانا. رضا آقا بابایی اون گوشه یک بار دیگه نامور میتونه بره دروازه بفرسته برای صفیا و فرزان. خود فرزان، رضا آقا بابایی از 1-2 بازیکن به خوبی عبور میکنه، میتونه سرشم انجام بده تکل بلند و اعتقادی به خطا نداشت. داور مسابقه گوشه محوطه جریمه، فرصت برای شوت‌زنی بچه‌های شهر راست. ضد حمله میتونه شکل بگیره از سمت راست. حرکت داماشی ها، هفتادشون رضا زاهد تبار بود، اشتباه میکنن اونها. ایمان نامور توپ در اختیار
باشگاه شهرراز قرار خواهد گرفت. این پیمان نامور هست که از ناحیه راست احساس ناراحتی می‌کنه. صحنه رو یک بار دیگه با هم ببینیم، خطایی که به روی او مرتکب شدن و خود پیمان بازی رو سریع آغاز کرد. آیه پورخلف نمیپذیره و بازی باید دوباره آغاز بشه. میلاد غریبی رده سنی عضو تیم ملی فوتبال کشورمون بوده. میلاد با تجربه‌ای بسیار با پای چپ به روی دروازه، ضربه سر داماشی ها به بیرون محمد جمع زمینی برای استفاده سفرزاده که فیروززاده که به توپ نرسید. تک خوب از جواد نصیر گوشه زمین، میتونن بچه به روی دروازه ارسال کنند کوتاه و زمینی و باز هم میگیره توپ رو سعید طالبی. حرکت امید پورقنبری، دفع توپ یک بار دیگه نارنجی پوشان. رضا آقا بابایی با تکنیک خاص خودش به زیبایی قصاش عبور کنه که صد راهش شدن و خطا رو گرفت از داماشیار. 13مین دقیقه حساب کار 0-0 مساوی هست. هوادارا حمله میخوان از تیم شهر راست. همه بازیکنان به استثنای دروازه‌بان داماش پشت محوطه جریمه هستن، روی دروازه ارسال میکنه. فرصت برای بازیکن شهر راست که ضربه سر بازیکن داماش از کنار دروازه به بیرون رفت تا مجتبی بیژن یک کرنر رو بده به شهر راست. کرنر رو میلاد خواهد زد. با پای چپ بازیکن بلند قامت درون محوطه جریمه. میلاد به این شکل به روی دروازه، فرصت برای نارنجی پوشان، یک بار تو برای میلاد غریبی، باز هم بلند کشید یه دروازه که پور محمد با یه دست توپ رو دور کرد اون گوشه زمین. پژمان نجات بلند برای استفاده رضا زاهد تبار که قبل از او توپ رو فیروززاده زد. یک بار دیگه فیروززاده موفق هست. جواد نصیر برای پیمان نامور یه مثلث ایجاد میکنند. فرزان دور هست و توپی که با فاصله به سمت دروازه میره و این دروازه بان مسعود پور محمد توپ رو کنترل میکنه. متولد آستانه اشرفیه هست پور محمد، دروازه‌بانی که 1 متر و 86 سانتی متر بلندای قامت او هست. سمت راست آزاد جعفرزاده برای استفاده همتیمی خودش، اونجا فیروززاده هست. خود فیروززاده قدر توپ رو نگه داشت و یه قدری سریعتر بچه توپ رو دور کنند. جواد نصیر و حرکت روح‌الله صفویان پور. میلاد غریبی این سمت صفیا هست یا فضایی بسیار خوبی رو روبروی خودش داره. صفیا گوشه محوطه جریمه برای امینی درون محوطه توپ برخورد کرد به پای بازیکن داماش و به بیرون رفت. کرنری دیگر برای شهر راز شکل میگیره. باز هم میلاد باید بزنه. مجید بهروزی هم اشاره میکنه که منم جلو میرم. جواد نصیر هم هست. اون عقب خط دفاعی رو فیروززاده و امینی دارن پوشش میدن. میلاد غریبی به روی دروازه ارسال خواهد کرد. تجمع بازیکن بلند قامت دو تیم درون محوطه جریمه. مجید بهروزی، فرزان دانا به روی دروازه. موقعیت و قدر تو کوتاه بود. یک بار دیگه میلاد غریبی خودش به درون محوطه میاد، باز هم کوتاه توپو برمیگردونه محمد. صفیا از همونجا توپ به بیرون رفت. یه قدری داره گرم میشه. برمیگرده صفیا، ضربه آخر رو او زد. ستار باش صحبت میکنه.
هوادارا گل میخوان و اگر کدام از دو تیم به گل برسن بازی زیباتر و دیدنی تر خواهد شد. تو به دستش برخورد کرد اونجا، آیه بورخلف هم با اینکه فاصله زیاد بود خوب دید و خطای هند رو اعلام کرد. به روی دروازه صفویان پور خواهد فرستاد، کوتاه و زمینی بین ارتباطات قطع و خطای او به روی زاهد تبار و زاهد تباری که مصدوم میشه به روی زمین افتاده و بعد ببینیم شرایطش به چه شکلی خواهد بود. بازی آریو اسلام شهر و داماش همین بازیکن گل زد، رضا زاهد تبار، و موجبات پیروزی تیم داماش رو فراهم کرد در مقابل آریویی که این روزهای بیاتلو رو به جای جواد زرینچه به عنوان دکاندار هدایتش میبینه. جواد نصیر با کنترل سینه رو الله صفویان بین راه ارتباط قطع شد. میلاد اگه توپ رو ببینه یک دو بار دور خودش چرخید تا بالاخره به توپ رسید. جواد بازی رو آروم میکنه، نزدیک بود بهش فیروززاده ترجیح داد با میلاد غریبی کار کنه. فیروززاده حالا به دنبال بازیکن، ستار میگه همون اول توپ رو بده، یه قضیه سرعت میخواد از بازیکنهای تیمش. صفویان پور خود رولا یا کورنری دیگر یا پرتاب هست که باید انجام بده. رولا صفویان پور بعد بازیکنش نزدیک بشن، یه قدری دورتر فیروززاده رو میبینه. فیروززاده برای میلاد و رضا آقا بابایی به توپ نرسید، زدم میتونه شک بگیره. بسیار خطرناک هست این بازیکن سعید طالبی و خطا رو هم گرفت از بازیکن شهر راه. خیلی جنگیده تو این 20 دقیقه. سعید طالبی در بطن حملات تیم داماش او حضور داشته، یک دو تا ضربه ایستگاهی رو گرفته و سم مهرداد بشگردی دروازه‌بان با تجربه ما که اگه خاطرتون باشه 23 بازی هم برای برق نوین انجام داد، برای گلگهر سیرجان هم 45-6 بازی انجام داد و از دروازه‌بانای خوبه حاضر در لیگ دست اول فوتبال کشورمون هست. مهرداد تو بعدش فاصله گرفت. فیروززاده، رولا صفویان پور، میلاد غریبی، یک بار دیگه رولا توپ ازش میخواد امینی این ور زمین اگه ببینن فاصله خیلی دور هست. ببینیم به چه شکل بازی رو عوض خواهند کرد. میندازن برای استفاده صفیا که صفیا به توپ نرسید تا اون سمت پور محمد دروازه‌بان داماش توپ رو کنترل کنه. کاپیتان رستمی برای حسین خیری باش میاد. پیمان نامور، یک بار دیگه رستمی، محمد، امیر حسین یوسفی بازی رو عوض میکنه به سمت چپشون. یک بار دیگه محمد رستمی لیچاهی، حسین خیری یه قدری جلوتر میان. این نظر محمدی هم مدام داره صحبت میکنه با تیم خودش. فرزان دانا ضربه سر از مجتبی بیژن و باز هم حرکت بازیکن‌های داماش سمت راست، بازیکنشون خالی بود، تجوید با پشت محوطه جریمه کار کنه، جایی که حضور داره محسن انبساطی که توپش به بیرون رفت. فرزان یه قدری
ناراحت هست، به روی زمین افتاده. انشالله که اتفاقی براش نیفتاده باشه. بازیکن داماش هم بالا سرش آماده است و داره کمکش میکنه. آیه پورخلف هم همینطور. انشالله که مشکلی نباشه برای فرزان بتونه کارو پیگیری بکنه. ببینیم چرا کادر پزشکی نمیره تو. حالا بله، آی دکتر تاش و همکارش میرن تا وضعیت فرزان رو بررسی کنند. بد نیست یک بار دیگه بازی هایی که در این هفته انجام شده رو خدمتون عرض بکنم. ضمن اینکه لحظه ای که فرزان مصدوم شد رو با هم ببینیم. به این شکل برخورد مجتبی بیژن، مدافع میانی تیم داماش، با فرزان موجبات مصدومیت او فراهم شد. پزشک تیم شهر راز هم بالا سر فرزان هست. انشالله که فرزان موردی نداره، برمیگرده به بازی. دیروز سه‌شنبه 23 آبان ماه مثل سنگون تیم‌های بخشیزاده در مقابل نفت و گاز گشتساران، تیم‌های پیروز قربانی، نتیجه بهتر از 1-1 مساوی کسب نکرد. فرزان رو هم می‌بینید با این شکل و شمایل میاد کنار زمین. باریکلا به غیرت این پسر که علیرغم مسئولیتی که داره میخواد خیلی سریع برگرده به زمین و کارو پیگیری کنه. آریو اسلام شهر و خوش طلایی هم حساب کارشون 0-0 مساوی شد. آریو چای بیاتلو داره هدایتش میکنه و خوش طلایی هم با هدایت‌های فرشاد کرمی این هفته ها داره بازیاشو انجام میده. امینی، مجید بهروزی، مثل شهر بابک یه گل زده به دریای بابل. فجر شهی سپاسی هم یه گل به خیبر خرم‌آباد زده. آفرین به فجریا. محمد علی کاظمی دقیقه 26 گل فجر رو به ثمر رسونده. سایپا هم 1-0 و چادرملو اردکان پیش هست. یعنی اون دو بازی که خیلی برای صدر جدول مهم بود، دو تا تیم میهمان بردن. هم فجر 1-0 از خیبر جلو است، هم سایپا 1-0 از چادرملو. مثل شهر بابک هم که دریا رو زده تا به اینجا کار با یه گل. برگردیم به مسابقه، جایی که پیمان نامور در گوشه محوطه جریمه صاحب توپ بود. امینی برای صفیای خوش تکنیک ما از تا جی پی دوپا رو بزنه که صد راه شد و توپ برگشت. مجید بهروزی با جواد نصیر. جواد از سمت راست از خط نیمه هم عبور میکنه. سمت راست رولا صفویان پور حضور داره. خود رولا در مساف با سعید طالبی عقب‌تر، جایی که میلاد غریبی هست و فیروززاده امینو خوب میبینه این سمت. مقابل فضای مناسبی هم هست. اگر بتونه از حریف مقابلش عبور کنه که اجازه بهش نمیده. آزاد جعفرزاده و توپ به این شکل به بیرون میره. جمعه 26 ماه هم خلیل ماه شهر تیمای محسن قنواتی به مسافه مثل کرمان خواهد رفت که با اکبر محمدی شرایطش داره روز به روز بهتر میشه. برمیگرده فیروززاده کاپیتان تیم شهر راز، بازیکن با تعصب و زحمتکش این تیم. این سمت هم داماشیا بازی رو آغاز کردند. حسین خیری بلند و کشیده، مجید بهروزی ضربه سر رو زد. میلاد غریبی برای رضا آقا بابایی. جواد نصیر از همونجا میبندند یارانای نظر محمدی و کارو سخت میکنن برای شهر رازی ها. مجید بهروزی به دنبال بازیکن بهش نزدیک شده. صفیا ترجیح میده با فیروززاده کار بکنه. پیمان نامور، فیروززاده حالا به دنبال توپ هست. مهاجم تیم داماش اگر به توپ برسه، امید پورقنبری بلند میفرستن برای فرزان که با شکل شمال خاص خودش به دنبال توپ بود و توپی که به بیرون رفت. این
نیمکت ذخیره داماش هست، اشکان توانا، سعید دلاور، سیامک علیزاده، محمد سجاد قلی بیگی، مهدی رستمی، رضا پورمهدی و سایر بازیکنان. این سمت هم بابا محمدی، حسین فاضلی، محمد قنبری، سپهروزی طلب و سایر بازیکنان تیم شهرراز که به روی نیمکت ذخیره‌های شهرراز آماده و مهیا هستند که به صلاح دید هر دو مربی به ترکیب اضافه بشند. مجید بهروزی که قدری بچه‌ها باید سرعت رو چاشنی کار کنن. آیه زاره هم یکی دو مرتبه به بچه‌ها تذکر داد روی این نکته. جواد نصیر، رضا آقا بابایی تو فاصله گرفت، پیمان نامور اونجا کار گره میخوره، رولا صفویانپور و سعید طالبی موفق تر بود. توپ امید پورقنبری که بچه‌ها به بیرون زدن و پرتاب رو باید داماشی‌ها انجام بدن. گوشه زمین حالس حمله میتونه شکل بگیره. رضا آقا بابایی در مساف با سعید طالبی این بار مرتکب خطا شد و آقا بابایی رو به زمین زد. باید از همونجا بچه‌ها بازی رو آغاز بکنن. فرزان و صفیا منتظر توپ هستن. این سمت مجید بهروزی، امینی هم خالی هست. امینی برای میلاد غریبی، میلاد راه میندازه صفیا رو، فرزان هم در کنار او. فرزان توپ میره سمت راست، رولا صفویانپور رو. رولا اگه از اون نفوذهای خودش انجام بده، سانترای زیباش این بار کوتاه و نزدیک به زمین و توپی که از دست رفت. یه بازیکن داماش هم به روی زمین افتاده، آیه پورخلف، و بازی که مجددا متوقف شد. صحبت میکنه حسین خیری با همتیمی خودش، همچنین مجتبی بیژن بازیکن شماره 4 که به نسبت بقیه بازیکن با تجربه تری هست. این سمت آیه نظر محمدی که سپید رود، چوکا و رایکا و یکی دو تیم دیگه هم مربیگری کرده. پرتاب رو باید نارنجی پوشان انجام بدن. داریم به دقیقه 30 کم کم نزدیک میشیم. حساب کار 0-0 مساوی هست. به نظر میسه که شهررازی ها اشتیاقشون برای رسیدن به گل بیشتر از داماشی هاست. جواد نصیر، مرداد با مجید بهروزی، آزاده جعفرزاده، امینی ضربه سر رو زد، صفیا با کلمه دریبل سر پا رو خوب زد، مجید بهروزی و باز هم رو برقد. از همونجا بازی رو گرفتن، پرس میکنن، اجازه نمیدن که هافبچ‌های تیم شهرراز توپ سازی بکنن برای مهاجمینشون. حالا میلاد یه نفوذ انجام میده، توتنها بازیکن به دنبالش هست. امینی، میلادش نزدیک میشه، خود میلاد، امینی و باز هم برقد. میلاد غریبی، فرزان دانا، میلاد غریبی، فیروززاده. هر وقت جلوتر میاد فیروززاده، تیم جلو میاد. جواد نصیر، مجید بهروزی و میلاد غریبی. امینی میتونه بروی دروازه با پای چپ بفرسته، همین کارو هم انجام میده. در محوطه فرزان میتونه ضربش رو بزنه یا خیر، اینجا میزنه رضا آقا بابایی. رضا چه توپی رو گل نکرد. رضا چه توپی رو گل نکرد. بهترین موقعیت برای شهر رازی ها بود. دقیقه 30 ارسال خوب امینی به این شکل. فرزان هر تلاشی کرد نرسید به توپ، با نوک پا انداخت برای رضا آقا بابایی و بهترین گلزن ما در این موقعیت موفق نشد آمار گل‌های خودش رو به عدد 5 برسونه. پرتاب برای شهر رازی ها خواهد. نظر محمدی صحبت میکنه با دو بازیکن
جلو خودش، یکی زاهد تباری، یکی امید پرقنبری، و دقیقاً میخواد از همونجا اجازه ندن به مدافعین و خطابک که طراحی بکنند شیوه بازی خودشون رو در تیم شهر راز. این سمت هم صاحب توپ میشند و بازی رو بعد آبی پوشان آغاز کنند. ستارزاده هم مورد تشویق قرار میگیره در ورزشگاه، هوادار ازش پیروزی میخوان. خب تا به اینجای کار با 4 برد 4 مساوی و 3 باخت در میانه های جدول بد کار نکرده با شهر راز. تیمی که برای اولین بار در مسابقات لیگ دسته اول حضور پیدا کرده و یه جورایی حضور شهر راز در کنار فجر شور و حال خاصی رو به فضای فوتبال استان و شهرمون داده. هفته آینده فراموش نکنیم شهرآورد شیراز رو داریم اشتباه میکنم با چای شهرراز صفی از همونجا زد و باریکلا به مهرداد. یک کم هم بیرون اومده بود با پرش کوتاهی که انجام داد، با قامت بلندی که داره و تجربه‌ای که تشنه کار کرد، توپو به بیرون زد. یک بار با هم ببینیم. خوب دید امید پورقنبری مهاجم داماد که گل حرفه‌ای رو می‌خواست بزنه از بالا سر مهرداد بشاگردی، اما مهرداد از اون دروازه‌بان با تجربه‌ای هست که دیگودار به آب نمیزنه. ضربه کرنر رو باید داماشی ها بزنند. سعید طالبی درون محوطه جریمه صحبت میکنه. آیه خلف فرزان درگیر هست با حسین خیری. ببینیم سعید طالبی چگونه ارسال خواهد کرد روی دروازه. ضربه سر اول از پیمان نامور، توپ دور شد. کاپیتان تیم داماش رستمی و توپی که به بیرون رفت. فیروزاده برمیگرده تا خط دفاعی رو سر و شکل بده. رولا صفویان پور تیرک اول رو مال خود کرده. سعید طالبی باز هم به روی دروازه بلند کشیده. ضربه سر از آزاد جعفرزاده که تا به اونجا پیش اومده بود و توپش به بیرون رفت. برمیگرده به سر جای خودش. مدافع سمت راست تیم داماش گیلان هست. سی و چهارمین دقیقه. مجید بهروزی ببین چگونه میبندن بازی رو از همون جلو با دوندگی بی امان امید پورقنبری و رضا زاهد تبار. به اونها هم اضافه میشه سعید طالبی مامودان و کار کم سخت میکنه برای خط هافبک تیم شهر راز. حالا بچه ها پشت محوطه جریمه ارسال برای صفیا که توپ دور شد. یک بار دیگه سعید طالبی توپش رو خوب زد. فیروززاده و خطای طالبی به روی فیروززاده اعلام شد. رضا فیروززاده کاپیتان تیم نارنجی پوش آیه اورخلف به طالبی میگه قضیه عقب‌تر بیاد، اجازه بده که بازیکن شهر راز بازی رو پیگیری کنند. امینی میشه زمین با صفیا توپ رو جلو میندازه. اگه بتونه عبور کنه باریکلا به صفیا. یکی دو بازیکن که مزاحمش میشن و توپ رو میگیرن. یک بار دیگه میلاد غریبی پوشش رو داد. فیروززاده، صفیا، غریبی، صفیا میتونه از همونجا سرش رو بزنه. آفرین به صفیا. است باشه کنار دروازه توپ به بیرون رفت. از نهاد تماشاگرها و هوادارهای شهر راز برخاست. حرکتی کرد صفیا، چه ضربه ای رو زد. یک بار دیگه با هم ببینیم. نیمخیز شدن به امید باز شدن دروازه، اما تو با این فاصله بسیار نزدیک از کنار دروازه به بیرون رفت. موقعیت خطرناکی دیگر برای شهر راز نارنجی پوش. کاپیتان رستمی، سعید طالبی. خوب جنگیده سعید طالبی. بیگمان
یکی از بهترین بازیکن‌های داماش بوده در این دقایقی پشت سر گذاشتیم. باز هم صفیا حالا ارسالشو انجام میده. یه قدری بی‌دقت بود و توپ از اون سمت به بیرون رفت. چون که آیه وحید امیری به عنوان کمک دوم آیه عبدالنبی پورخلف کار میکنه. بیژن حتی یه مهاجم داماشیای رشت به روی جواد نصیر و اشاره که جواد مشکلی نداشته باشه و بتونه بازی رو ادامه بده. ما یه مصدوم دادیم فرزان دانا و جواد خوشبختانه برمیخیزه و کار پیگیری میشه. هرچند که فرزاد با غیرت و تعصب مثال زدنی داره کار رو ادامه میده. مجید بهروزی پشت محوطه جریمه ضربه سر رو قبل از همه میزنه حسین خیری. تکل فیروززاده فکر میکنم کارت زرد رو نشان خواهد داد آیه پورخلف به فیروززاده و بازیکن داماش که به روی زمین افتاده. آرزو داریم که برای اون هم اتفاقی نیفتاده باشه. یک بار دیگه با هم ببینیم درگیری دو بازیکن به این شکل. فیروززاده زد بازیکن داماش رو و محسن انبساطی مصدوم شد. شهرراز کاربرد خودش رو مقابل خلیج فارس و ماه شهر مثل سنگون هوش طلایی به دست آورده. بازی باید پیگیری بشه. 4 مساویش در مقابل استقلال ملاسانی، آریو اسلام شهر مثل شهر بابک و نفت و گاز گچساران بوده و 3 باختش در مقابل چادرمنو، نفت مسجد سلیمان و مس کرمان. در اون محوطه جریمه فرصت برای داماشی ها هست. ببینیم چه میکنه مهاجم داماش در محاصره مدافعین شهر راز که کاری رو از پیش نبرد. امید پورقنبری و توپی که دور شد. یک بار دیگه داماشی ها حالا بچه‌ها از سمت راست فرزان دانا میبینه میلاد قریبی رو. صفیا حرکت کرده. باز هم از اون شوت‌ها خواهیم دید یا نه؟ صفیا مستعد است برای این کار. صفیا از اونجا باز هم شوت میزنه. این بار هم از کنار دروازه به بیرون رفت. این محمد علی صفیا هست بازیکن شوت زن ما که 2 بار این کار رو تمرین کرده. ببینیم میتونه دروازه رو بالاخره باز کنه یا خیر. داماشی ها هم چیزی کم نگذاشتن. داماشی ها هم از تمام توان خودشون استفاده کردن در این 40 دقیقه که پشت سر گذاشتیم تا نشون بدن که واقعا جایگاهی که الان دارن در جدول نمانگر وضعیت تیم و کیفیت تیم نیست. یک بار دیگه است دانا پشت پا به زیبایی برای صفیا که صفیا قدری فاصله داشت. مجید بهروزی، میلاد غریبی، باریکلا میلاد برای فرزان. جعفرزاده دور کرد. یک بار دیگه میلاد، کنارش پیمان نامور توپ میخواست. امینی، پیمان، فیروززاده هست میتونه بازی رو حتی عوض کنه به سمت راست، جایی که رولا صفویان پور در سمت راست فضای مناسب رو داره. اگر ببینن اون رو جواد در خط دفاعی و مجید بهروزی، پیمان نامور، صفیا هم پشت محوطه. صفیا میزه برای رضا آقا بابایی. خود رضا بازیکن مزاحمش هستن. رضا برای صفیا یه قدری کار گره خورد. حالا فیروززاده و توپی که دور میکنن. یک بار دیگه حالا صفیا و بابای چپ. این سومین شوتی بود که صفیا زد. محمد علی صفیا او هم میشه با بهترین بازیکن تیم شهرراز در این حدوداً 40 دقیقه بوده. 3 بار مزمزه کرد باز کردن دروازه رو با 3 شوت زیبا که این بار
کرنر نصیب بازیکنای شهر راست. این بازی سکیا میلاد غریبی باید ضربه کرنر رو بفرسته. این بار مجید بهروزی عقب مونده نیومده. چرا مجید اومده؟ فیروززاده است که عقبه به روی دروازه بلند و پور محمد که جواد نصیر مزاحمش شد و خطای جواد اعلام شد به روی مسعود پور محمد. پرتو باید بچه ها انجام بدن. رولای صفویان پور برای رضا آقا بابایی. رضا رو بستن توی مسابقه، میشناسن بهترین مهاجم تیم ما رو. فیروززاده برای بهروزی، محمد علی صفیا مزاحمش هست، رستمی کاپیتان تیم داماش. میلاد برای مجید بهروزی و توپی که به بیرون میزنه امیر حسین یوسفی. اشاره میکنه های پورخلق یه قدری عقب‌تر توپ رو پرتاب بکنه امینی. دورخیز بلند او به روی دروازه بلند و کشیده میفرسته اونو محوطه جریمه و خطای بازیکنای شهر راز اعلام شد. این مشتبه بیژن هست و این هم مسعود محمد. آیا نظر محمد تیم خودش رو به جلو فرا میخونه؟ هر دو تیم پیروزی میخوان از این مسابقه. جواد نصیر چه ضربه سر خوبی رو زد میانه زمین. یک بار دیگه بازیکن داماش از سمت چپ حرکت اونا، رولا توپ رو به بیرون فرستاد. پرتاب رو باید انجام بده پژمان نجات. دقایقی بود که توپ به اون سمت نرفته بود. رستمی عقب‌تر، بیژن تکل فرزان دانا. یک بار دیگه محسن انبساطی و روی دروازه و خطای هنده امیر حسین یوسفی اعلام شد و مهداد بشایردی باید بازی رو آغاز کنه. 45 دقیقه رو به اتمام هست. باید ببینیم وقتای تلف شده برای نیمه اول چند دقیقه لحاظ خواهد شد. هوادارا حمله میخوان از تیم شهر راز. بازی بعدی رو ندیدیم در نیمه اول. موقعیت‌های به روی دو دروازه ایجاد شد که سهم شهر رازی ها بیشتر بود. اگر هر کدوم از دو تیم به گل میرسیدن بازی جذابتر هم دنبال میشد. وقتای تلف شده 1 دقیقه خواهد بود. این محمد جواد اللهی اعلام میکنه باز هم شهر راست. شاید این آخرین حمله شهر راست باشه سمت راست. روح الله صفویان پور در مقابل بازیکن حریف که روح الله اشتباه کرد و توپ به بیرون رفت. هواداری فوتبال میتونن به ورزشگاه حافظیه بیان و یه نیمه جذاب و دیدنی رو در وقت دوم مسابقه نزدیک تماشا بکنن. پور محمد با پای راست بلند به زمین شهر راز ضربه سر اول رو زد فیروززاده. در ادامه کار رضا آقا بابایی که توپ رو به بیرون فرستاد. پرتاب رو باید انجام بده پژمان نجات. رضا برمیگرده، نجات توپ رو پرتاب کرد. ضربه سر رو بچه داماش میزنند. جواد نصیر توپ رو فرستاد برای فرزان که خطای مشتبه بیژن به روی فرزان اعلام شد.
حالا این میتونه آخرین موقعیت شهر رازی ها باشه. بخشای تلف شده هم دیگه تمام شد و بله آیه عبدالنبی پورخلب اجازه نمیده که ضربه زده بشه. پایان نیمه اول رو اعلام میکنه. حساب کار دیدار دو تیم شهر راز و داماش 0-0 مساوی. ما هم استراحت کوتاهی رو انجام میدیم. انشاءالله در ابتدای نیمه دوم در خدمت شما عزیزان خواهیم. خب یه خسته نباشید میگیم به شما که تا این لحظه شاهد این بازی بودید. بازی که تا حد زیادی متعادل پیش رفت. حالا میشه گفت مثلا 60-40 شاید به سود شهر رازیو بود، چون موقعیت‌های بیشتری داشتن، ما هم موقعیت‌هایی داشتیم و نه ما نه شهر رازیو هیچ کدوم نتونستیم از موقعیت‌هامون استفاده کنیم و امیدواریم که حالا توی نیمه دوم در اتفاقاتی که توی بازی میفته ما بتونیم برنده این بازی باشیم حتی، و در بدترین حالت هم که حداقل به یک امتیاز برسیم. ما اگه بتونیم این بازی رو ببریم با توجه به نتیجه سایر بازی‌ها از منطقه سقوط و منطقه قرمز به صورت کامل خارج میشیم. اگرم مساوی کنیم یه خورده وضعیتمون بهتر میشه، ولی خب نمیتونیم از منطقه قرمز خارج بشیم. امیدوارم که بتونیم ببریم و از منطقه قرمز خارج بشیم. ممنون. این نتایجم به دست من رسید مثل سونگون و نفت و گاز گشتاران که دیروز 1-1 کردن. آریوی اسلامشهر رو خوش طلایی نمیدونیم کجا 0-0 کردن و همزمان الان مثل شهر بابک 1-0 از دریای بابل جلوه، که خب این 1-0 جلو بودنش به نوعی برای ما حائز اهمیت از این نظر که دریای بابل هم تو اون قسمت‌های قرمزه و هرچی این تیمایی که اون پایین هستن نتیجه نگیرن خب به سود ماه. تیم پرحاشیه خیبر خرم‌آبادم که فعلا 1-0 از فجر شهید سپاسی عقبه. حالا اتفاقات عجیب و غریب توی بازی خیبر معمولا زیاد میفته، مخصوصا که بازیش خونگی خیبر باشه. باید نتیجهشون چی میشه. چادر ملوی عرضه کنم 1-0 از سایپا توی زمین خودش خورده و بازی ما هم که 0-0 بوده. بازی استقرار ملاسانی و شهرداری آستارا و پارس جنوبی جمع و نفت مسجد سلیمان هم از ساعت 15:15 و 15:45 به ترتیب قراره که شروع بشن، یعنی نتایجشون الان نداریم. این بود از نتیجه بازی ها. من یک نگاهی به کامنت ها توی یوتیوب بندازم. آره علی گفت علی خیرخواه، نمیدونم نمیدونم علی خیرخواه یا یکی دیگه از دوستان نوشته نه اینتر نه میلان فقط داماش گیلان. جاوید گفته که خسته نباشید داداش، دمتون گرم، بازی رو پخش میکنید، قربانت بشم. آره ببین خوب بازی نکردیم ولی موقعیت هایی داشتیم. بیشتر داماش انگار داره دفاعی بازی میکنه. حالا امیدوارم که از تک موقعیت هایی که به دست میاره بتونه استفاده کنه یا در بدترین حالت ممکن حداقل بازی مساوی بشه. این از کامنت ها. حالا کامنت ها رو اینور البته دارید مشاهده میکنید، اینور میشه در واقع، آره به سمت شما میشه اینور. کامنت ها رو دارید اینور مشاهده میکنید. لاین اپ هم اومده بود، فقط این حالا ترکیبی بود که ما در نیمه اول باش بازی کردیم. باید ببینیم آقای نظر محمدی برای نیمه دوم نظر متفاوتی دارن یا نه. فقط یه اشتباهی که حالا توی ترکیب وجود داره اینه که ما نوشتیم مهدی رستمی با شماره 13 قرار بوده بازی کنه، ولی الان شماره 14مون محمد رستمیه که وارد شده. گویا یک مصدومیت خفیفی داشته و چون دیدن که حالا مصدومیتش جدی نبوده محمد رستمی رو آوردن و الان داره بازی میکنه. این تغییریه که در لحظه آخر انجام شده و به خاطر همین ترکیب در حال مال قبل از اونه. بقیه ترکیبم که به همین شکل. حالا من یک دور دیگه ترکیب رو برای شما میخونم. مسعود پور محمد، مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، محسن انبساطی گفته بودن مهدی رستمی که الان شده محمد رستمی، امید پورغنبر،
حسین خیری، رضا زاهد تبار، پژمان نژاد و امیرحسین یوسفی 11 مرد میدان ما هستن و البته به سرمربیگری علی نظر محمدی. من یک نکته ای رو در ابتدای شروع این استریم خدمتتون گفتم، عرض کردم ما امشب ساعت 10 فارغ از هر نتیجه‌ای که به دست بیاد، چه ببریم چه مساوی کنیم یا خدای نکرده ببازیم، فارغ از هر نتیجه‌ای به صورت لایف توی یوتیوب و اینستاگراممون در خدمت آقای نصیر نعیمی پور، مالک باشگاه داماش گیلان هستیم. قرار ایشون تشریف بیارد، حالا در خصوص شایعاتی که اخیراً در خصوص بحث مالکیتی باشگاه مطرح شده پاسخ بگن، پاسخگو باشن. همینطور در مورد موضوعات دیگری هم حتما صحبت خواهیم کرد. یادتون نره که ساعت 10 تشریف بیارید و این لایو رو ببینید، حتما میتونه لایو جالبی باشه. کامنت ها ببینیم دیگه چی گفتن توش. حمزه گفته که بازم میگم این تیم رو میشه برد اگه خدا بخواد. ما هم امیدواریم که همین اتفاق بیفته و بتونیم برنده این دیدار باشیم. من خودم هم یک قهوه بخورم. روزایی که معمولا بازی هست ما از صبح درگیر بحث پخش و اطلاع رسانی و اینا میشیم، معمولا فرصت نمیکنیم به کارهای عادی روزمرهمون هم برسیم. من امروز صبح هم رو که شروع کردم، حالا درگیر یک سری کارهای شخصی خودم در کسب و کاری که داریم که بودم به کنار، صبحونه درست حسابی هم نخوردم. همینجا اومدم یه چیزی خوردیم، نهارم که اصلا نخوردیم. این الان اولین نوشیدنی داغیه که امروز دارم میخورم و به هر حال به عشق داماش و به عشق شما سعی میکنیم که پر انرژی باشیم و با قدرت برنامه رو اجرا کنیم، فارغ از اینکه چند ساعت خوابیدیم یا چی خوردیم یا نخوردیم. تشکرم کنم از 197 نفر 200 نفری که تا این لحظه تشریف آوردن توی یوتیوب و بازی رو از طریق یوتیوب دیدن، علیرغم اینکه بازی از آنتن و پیج باشگاه و نمیدونم شبکه فارس هم پخش میشه. قبلا هم گفتم اینطوری دور هم دیدنه که واقعا صفا داره، با هم میتونیم صحبت کنیم، اگر گله‌ای داریم با هم میکنیم، اگر خوشحالی هست خنده‌ای هست با هم انجامش میدیم و اینطوری با هم دیدن واقعا از نظر من که حداقل اینجوریه، شما رو نمیدونم، از نظر من واقعا صفای بیشتری داره. و حالا البته شنیدم که مثل اینکه پخش آنتن یه مشکلاتی هم داشت، یا پخش صفحه باشگاه که به همون آنتن وصله. امیدواریم به هر حال تمام دوستانی که زحمت میکشن و این بازی ها رو پخش میکنن، فارغ از اینکه بازی داره از کجا پخش میشه، توی کارشون موفق باشن. همه دوستان دارن زحمت میکشن. واقعا ما هیچ اصراری نداریم که بگیم حتما هوادارا باید بیان از طریق استریم و لایو وارش اسپورت این بازی ها رو ببینن. اینکه ما در کنار همین با هم صحبت میکنیم واقعا لذت بخشه و هدف ما هم همینه. و جدا از این قضیه که اصلا حالا بازی ها رو دوستان اینجا ببینن یا نه، هدف اینه که این بازی هامون آرشیو بشن. یعنی از ابتدای این فصل قبلم چند تا بازی این کار کردیم، آرشیو بازیامون قراره که برای تاریخ حفظ بشه. مثلا ما 20 سال دیگه میتونیم بیایم توی یوتیوب ببینیم که مثلا 20 سال پیش ما با چه تیمی بازی کردیم، وضعیتمون چطور بود، بازیکنامون کیا بودن. تو این سالها خب آرشیو درست حسابی نداشتیم، ولی از این به بعد، یعنی از امسال به بعد، حالا اگر عمری باقی باشه و اتفاق عجیب و غریبی نیفته، به هر حال سعی می‌کنیم که آرشیو ها رو به صورت کاملی داشته باشیم که بعد از سالها که میایم و بازی ها رو می‌بینیم برامون خاطره بشه. به هر حال ممنونم امام جان، حالا نمیدونم اسمشونه یا اسم مستعاره. مرسی جاوید، لطف داری. و همین دیگه. حالا شما یه خورده بگید، شما صحبت، من تمام حرفا رو من زدم، شما حرف بزنید من استفاده کنم. نمیخوایم که یک طرفه باشه. حالا اینجام که فعلا 20 نفر نیستیم تا دوباره نیمه دوم شروع بشه و دوستان بیان ببینن. یعنی این 20 نفری که الان هستیم اون کسایی هستن که دیگه خیلی پیگیرن دیگه. نتیجه تغییر کردن. خب بازی دیروز رو که من بهتون گفتم، مثل شهر بابک همون یکیش از
دریای بابل جلوه، خیبر همون یکیش عقبه، چادرملوی اردکان یکیش از سایپا عقبه، ما هم که مساوی بازمون. استقلال ملاسانی و شهرداری آستارا هنوز 0-0 و بازی پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان یکیش به سود پارس جنوبی داره دنبال میشه. یعنی این تغییری که اتفاق افتاده. بازیشون هم از ساعت 3:30 البته شروع شده. مرسی. آه، نوش جان حسین جان. نه جاوید، به نظر من امکان صعود نداریم. یعنی نه تنها امکان صعود نداریم، به نظرم اصلا صحبتش هم نکنیم خیلی بهتره، چون صحبت در مورد صعود کردن شاید باعث بشه که اه، در واقع فشار بیشتری به تیم بیاد. این پارس جنوبی جم هم که گفتم یکیش از نفت مسجد سلیمان جلوه. نفت مسجد سلیمان تیمیه که هفته آینده قراره مقابلش توی همین رشت بازی کنیم. از تیم‌های خوب، قدیمی و سابقه دار کشورمونه. نفت مسجد سلیمان یا همون نفت MIS. و حالا هفته بعد باید ببینیم که چه نتیجه‌ای رو توی رشت مقابل نفت مسجد سلیمان به دست میاریم. مرسی از حسین جان، ممنونم. تا میبینم همیشه میبینم که همیشه کامنت میذاریم. گل در واقع پارس جنوبی جم رو هم بازیکن پیشینمون کنعان طاهر نژاد زده و پارسال هم که به هر حال توی شمس آذر رو بازی می‌کرد و اونجا یکی از مهرهایی بود که باعث صعودشون به لیگ برتر شد. آرمان جان، نیمه اول 0-0 شد. حالا دوستانی که ندیدن بهشون بگم که موقعیت‌های شهرراز خب بیشتر از داماش بود، ولی داماش هم موقعیت‌هایی داشت و امیدواریم که در نیمه دوم موقعیت‌های ما بیشتر باشه، بتونیم به گل برسیم. حیف آرمان جان، بازی خوبی بود. حالا درست موقعیت‌های تیم شیرازی بیشتر بود، ولی بازی خوبی بود. یعنی بازی پرهیجانی بود. هم ما حمله کردیم هم اونا حمله کردن. فارغ از نتیجهش بازی قشنگی بود. گزارشگر بازی هم زیاد اذیت نکرد. یعنی برخلاف اون بازی قبلی که نمیدونم با کدوم تیم بود توی فارس، فجر بود، با فجر بازی که توی شیراز داشتیم و گزارشگرش اونطوری عجیب و غریب گزارش میکرد، نه این گزارشگر خیلی وضعیت بهتری داشت. آره علی سفرزاد، با موافقم. باید مراقب شوت ها باشیم. البته خودمون هم باید بیشتر شوت بزنیم واقعا. بازی اگه چک کنیم شروع نشده، چند دقیقه نشده هنوز. به محض اینکه بازی هم شروع بشه حتما ما براتون پخش میکنیم. فعلا شبکه فارس رو میبینید، چیز خاصی داره پخش نمیشه. یعنی نمیدونم تیزر فیلم یا کلیپش هر چی هست، به محض اینکه تصویر از استادیوم حافظیه بیاد حتما براتون پخش میکنیم. یه خورده من حرف زدم برام مشکل شد از این جهت که دهنم خشکه. آره آرمان جان، واقعا امیدواریم که با امتیاز برگردیم. نه حالا گفتید امتیاز، ببینم نظرسنجی که توی وارش اسپورت گذاشته بودیم چی شد. 67% از کسایی که توی نظرسنجی ما توی کانال وارش اسپورت شرکت کردن گفتن که ما این بازی رو میبریم. 21% گفتن که دو تیم مساوی میکنن. 12% هم گفتن که شهر رازه که این بازی رو میبره. دوستان حالا اگر توی کانال تلگراممون یه اطلاع رسانی دیگه هم بکنن که برای دیدن نیمه دوم دوستان تشریف بیارن یوتیوب، که خیلی خوب میشه، چون به زودی به هر حال نیمه دوم هم شروع میشه و دوستان بتونن بیان و بازی رو ببینن. حالا عزیزانی که الان هم تو لایف هستن، اگر شما هم این لینک پخش یوتیوبمون رو برای دوستاتون بفرستید که خیلی خوب میشه دیگه. دوستایی که فکر میکنید مثل خودتون اینطوری اهل حالن، اهل دلن، که میان و موقع بازی کردن چت میکنن و صحبت میکنن، اگه به همین دوستان بگید که بیان و اینجا بازی رو ببینن که خب خیلی خوب میشه. در کنار هم میتونیم بازی رو ببینیم و در مورد بازی صحبت کنیم.
آره واقعا جاوید جان، با توجه به همین قضیه گفتم با توجه به اینکه گزارشگرها خیلی افتضاحن، این گزارشگر واقعا حالا به نسبت اون افتضاحاتی که دیدیم خب خیلی بهتر بوده. به 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 به، هومن رشتی از آتن یونان دارن بازی رو میبینن دیگه. خلاصه باید اسم کانالمون رو از وارش اسپورت تغییر بدیم به وارش اینترنشنال، یعنی از انگلیس و ترکیه و پاریس و از همه جا دیگه دوستان هستن و بازی رو میبینن. گفتم پاریس جا داره که یادی کنیم از پژمان پاسکیابی که هفته پیش یک کمک مالی خیلی خوبم به وارش اسپورت کرد. حالا دوستانی که خارج از کشور هستن معمولا دستشون بازتره برای کمک کردن و معمولا بهتر از افرادی که داخل از کشور هستن میتونن کمک کنن. به هر حال به خاطر تفاوت‌هایی که در زمینه ارزش پولی وجود داره، کمک‌هایی که از خارج میشه معمولا کمک‌های بهتری هستن. ما از کمک‌هایی که بهمون میشه توی استریم کردن لایوامون کمک میگیریم، همینطور برای تهیه هزینه اینترنتمون اگرم مبلغی باقی بمونه که تا این لحظه باقی نمونده ازش برای تهیه تجهیزات فیزیکمون استفاده میکنیم. اینم لینکیه که از طریقش میتونید به وارش اسپورت کمک کنید. hamibash.com/وارش. اگر مایل بودید که بنا به هر دلیلی به صورت ریالی یا ارزی هر مبلغی به وارش اسپورت کمک کنید، میتونید از لینک hamibash.com/وارش استفاده کنید و از طریق کلیه کارت های بانکی کمک خودتون رو به صورت مستقیم برای وارش اسپورت ارسال کنید. شهاب الدین چیلان اگر اشتباه نگفته باشم گویا اینجا کامنت گذاشته که بازی رو از سیدنی داره میبینه. 11:20 شبه. اینجام هوا پاییزیه اگر اشتباه نکنم. اونجا الان باید بهار باشه تقریبا هواش. درسته شهاب الدین جان؟ آره آره. نه دیگه 11:20 شبه اونجا. آره. هوا اینجا البته حالا گرمه، هوا اینجا همچین خنک نیست. بازی گویا شروع شده دوستان. اگر آره بازی شروع شده، من اینو دیگه چت رو میبندم که شما بتونید بازی رو به خوبی تماشا کنید. من دیگه صحبتی نمی کنم که صدای گزارشگر رو بشنوید. شما خواهند کرد چیزی که در نیمه اول به نظر میرسید هر دو تیم اومدن برای کسب نتیجه و کسب 3 امتیاز، هرچند که موقعیت‌های شهرراز در نیمه اول بیشتر از تیم داماش گیلان بود. خیلی سریع اسامی دو تیم رو خدمتتون عرض بکنم. در ترکیب شهرراز مرداد بشایگردی، محمد امینی، جواد نصیر، محمد رضا پیروززاده، میلاد غریبی، پیمان نامور، محمد علی صفی‌ها، روح الله صفویانپور، رضا آقابایی، مجید بهروزی و فرزاد دانا بازی کردن در نیمه اول و ابتدای نیمه دوم. مشتاق بیژن، آزاد جعفرزاده، سعید طالبی، محسن انبساطی، محمد رستمی، امید پورقنبری، مسعود پور محمد، حسین خیری، رضا زاهد تبار، پژمان نژاد و امیر حسین یوسفی هم در ترکیب داماش بازی میکنند. مرداد بشاگردی بلند به زمین داماش میفرسته. مردادی که در نیمه اول یه موقعیت خوب رو از داماشی ها گرفت و باعث شد که داماشا به گل نرسن. 3-4 موقعیت خوب رو هم شهررازی‌ها داشتن. حالا در گوشه زمین باز کنید داماش ثابت توپ هستن. پشت محوطه جلیل فرصت برای یاران آبی پوش. رولا صفویانپور هم به روی زمین میفته. انشالله که اتفاقی برای اون نیفتاده باشه. اگر داور ببینه آیه عبدالنبی پورخلف و حالا میبینه و برمیگرده تا ببینه شرایط بازیکن شهرراز چگونه هست. روح الله صفویانپور بازیکن دوستان به گیرنده هاتون دست نزنید. تصویر
از فرستنده قطع شده. حالا در تلاشیم که از جای دیگه اگر پخش میشه بازی رو برای شما بیاریم. قطعی که رخ داد از اینترنتاتون نیست. حالا اگر خب بس شد، عالی. داماشیرها از سمت چپ برای امیر حسین یوسفی، کاپیتان رستمی و آزاد جعفرزاده. اشتباه کرد آزاد، خانه سرمیس پیمان نامور در مساف با رستمی که رستمی باهوش هست و توپ رو میندازه برای مجتبی بیژن. یوسفی اشاره میکنه که حرکت کنه، امید پورقنبری توپ رو به بیرون زد. رولای صفویان پور پرتاب رو باید آبی پوشان انجام بدن. صفویان پور توپ رو دور میکنه، حتی به نظر میرسید از مجتبی بیژن به روی فرزان دانا. فرزان از ناحیه سر مصدوم بود، حالا از ناحیه دست هم مورد اصابت قرار میگیره. نگران فرزان هستیم، انشالله که اتفاقی برای فرزان نیفتاده باشه و برگرده به مسابقه. حالا هم بازیکن دو تیم هم داور مسابقه بالا سر او حاضر هستند. خوشبختانه برمیخیزه بازیکن با غیرت شهر راز. یک بار دیگه با هم ببینیم توپی که به این شکل دفع شد و درگیر مجتبی بیژن و فرزان که فرزان به این شکل مصدوم شد و خوشبختانه هم به بازی برگشت. صحبت میکرد با مجتبی بیژن و جواد نصیر که باید بازی رو پیگیری کنه. فیروززاده، رولای صفویان پور، یک بار دیگه صفویان پور، فیروززاده، رستمی. دفعه عجیب او که رسید به پور محمد و دروازه‌بان داماش توپ کنترل کرد. از سمت راست حرکت داماشی ها تند و سریع، جایی که حضور داره محسن انبساطی برای یوسفی. سمت چپ سعید طالبی هست، پر جنب جوش بوده این بازیکن در نیمه اول. سعید طالبی پشت محوطه جریمه. رستمی نباید بچه اجازه بدن که به سمت دروازه شوت بزنه. باز هم یوسفی در مساف با صفویان پور که صفویان پور جلو حرکت او رو میگیره. پرتاب انجام میده، بازیکن به خوبی جا میگذاره. کوتاه زمینی دروازه فرصت برای داماش بود. سانتر تند و چیزه پژمان نجات و رضا زاهد تبار که قدری فاصله داشت و اگر نه موقعیت خیلی خوبی رو به روی دروازه میتونستن به وجود بیارن. مجید بهروزی به دنبال بازیکن هست. فیروززاده بهش نزدیک شده. خود مجید برای فیروززاده. فیروززاده توپ رو مینزه برای جواد نصیر. فرزان دانی قدری هوای شهر شیراز و ورزشگاه حافظیه سردتر شده در این دقایق. امیدواریم که روی کیفیت بازی تاثیر نگذاره. تو به بیرون رفت، حتی باید آبی پوشان انجام. 51مین دقیقه رو هم پشت سر میگذاریم. حساب کار 0-0 مساوی هست. آرام آرام حسین خیری میره تا از اونجا توپ رو پرتاب بکنه. آیه نظر محمدی در کنار زمین صحبت میکنه با داور چهارم آیه محمد جواد عبداللهی. آقا ستار هم این سمت با دقت نظارتگر بازی نارنج پوشان هست. رستمی بالاخره اشتباه کرد. میلاد غریبی، فرزان دانا، میلاد غریبی گوشه زمین توپی که نتونستن بچه ها استفاده کنن.
ببینیم از این ضربه چه استفاده خواهند کرد. بازیکنای داماش پشت دروازه خودشون و شهررازی ها هم پشت دروازه خود دارن خودشون آماده میکنن. نیمکت نشینان که در زمانی که مربیان صلاح بدونن به ترکیب اضافه بشن ضربه سر رو هم زدند. جعفر آزاد و آزاد جعفرزاده و رستمی که توپ رو دور کرد. روی دروازه بسیار بلند هست و با فاصله اون سمت یوسفی به دنبال توپ از فکر دریپ سرپا بزنه به روح الله صفویان پور. خود روح الله یک دو با پیمان نامور. رضا آقا بابایی ساعتی بلند و کشیده به روی دروازه. توپ میرسه به میلاد غریبی. میلاد و صفیا ترجیح میده عقب‌تر کار بکنه. امینی به روی دروازه توپو با سر دور میکنن. سعید طالبی اون گوشه صاحب توپ هست درگیر با صفیا و صفیا که به او اجازه نمیده که ضد حمله رو سر شکل بده. فرزان دانا گوشه محوطه جریمه. فیروززاده تو به بیرون رفته. پرتاب رو بعد چه انجام بدن. جواد نصیری. مجید بهروزی. جواد نصیری از خط نیمه هم عبور میکنه. جواد خودش ترجیح میده که جنرال بازی رو عوض کنه. اگر به توپ برسه که نمیرسه بازیکن هم تیمیش و ضربه دروازه رو پور محمد خواهد زد. حالا فرزان دانا گوشه محوطه جریمه برای پیمان نامور. پیمان درگیر هست با پژمان نجات. توپ در اختیار داماشی ها قرار خواهد گرفت. حالا صحبت میکنه رستمی با داور کمک. این چهره کاپیتان تیم داماش محمد رستمی لیچاهی و هوادارایی که از ابتدای مسابقه تیم مورد علاقه خودشون رو تشویق کردن و گل خواستن. حساب کار کماکان 0-0 هست. 57مین دقیقه. این بازی اگه گل داشته باشه زیباتر خواهد شد. بلند پور محمد زمین تیم شهر راست. جواد نصیر توپو دور کرد میانه زمین. امینی بهش ترتیب میشه میلاد غریبی. میلاد از که بازیکن رو جا بذاره با خطا متوقف کردن. ضربه خطا رو باید نارنجی پوشان بزنن. جواد با مجید بهروزی. میلاد غریبی خوب میبینه پیمان نامور رو. حرکت سمت راست میتونه برای تیم شهر راست شکل بگیره. پیمان یه دور زد و یک بار دیگه از سمت راست رضا آقا بابایی. رضا رو کاملا بسته بودن در این مسابقه و فرصت خود نمایی به اون ندادند. حالا هوادارا حمله میخواند. فیروززاده خوب میبینه اون گوشه بازیکن هم تیمی خودش. اگر به تو برسه امینی کنترلش هم انجام میده. عقب‌تر جایی که صفیا هست. صفیا باز هم عقب‌تر به روی دروازه میتونه ارسال کنه. غریبی. صفیا یک بار دیگه. رضا آقا بابایی
روح‌الله صفویانپور به تو میزنه برای فیروززاده. از همونجا فیروززاده، فرزان دانا که ضربه سر رو میزنن داماشیا، باز هم یاران نارنجی پوش و آیه نظر محمدی که اشاره میکنه که داماشیا جلو بیان اونجا در خط دفاعی خودشون مجتمع بازی نکنن، تیم رو جلوتر فرا میخونه، شاید یه جورایی بازی بازتر بشه حتی برای شهر راز. تجمع بازیکنان و مدافعین داماش در زمین خودی و شهر رازی ها به دنبال روزنه‌ای که به گل برسند. امینی سانتر خوب یه دروازه با پای چپ، برگشت توپ و آزاده جعفرزاده اشتباه او در مرتبه دوم کار خودش رو تحسین میکنه. توپ به بیرون رفته، پرتو باید انجام بدن نارنجی پوشان. فیروززاده تک سفت و سخت رو به روی پاش رفت سعید طالبی. یک بار دیگه فیروززاده این برای بازیکن هم تیمی خودی. روح‌الله صفویانپور از همونجا روح‌الله ضربه‌اش رو زمینی زد و پور محمد که کنترل میکنه توپ. موقعیتی دیگر برای بازیکن شهر راست که این بار هم دروازه‌بان داماش خوب کار میکنه. یک بار دیگه با هم ببینیم. به این شکل روح‌الله صفویانپور ضربه‌اش رو زد و دروازه‌بان داماش عکس العمل نشون داد. مجید بهروزی توپ رو دور کرد. ضربه سر مشتبه بیژن زد. رضا آقا بابایی درگیر با بازیکن داماش، مصدوم به روی زمین افتاد یار آبی پوش و باز هم آرزوی ما برای سلامتی او و برگشتش به مسابقه. حالا درگیری پیمان نامور و مشتبه بیژن به خاطر برخوردی که ثانیه پیشین اتفاق افتاد. حالا دیگه پیمان باید بره عقب‌تر. کاپیتان تیم داماش صحبت میکنه. این صحنه برخورد دوم اینجا بود که مشتبه بیژن این چهره به پیمان نامور برخورد کرد و پیمان معتقد بود که بیدلیل ضربه رو او زده مشتبه بیژن. خوشبختانه قائل خط میشه، باید بازی پیگیری بشه. دقیقه 60 بیژن آغاز کننده کار خواهد بود با پای چپ برای یوسفی که به توپ نمیرسه. توپ به بیرون رفت. پرتوب رو نارنجی پوشان بعد انجام بده. یکی دو بازیکن اشاره میکنه که جدی‌تر و محکم‌تر گرم کنن دیگه. باید کم کم تعویض‌ها شروع بشه. کارت زرد برای مجتبی بیژن. پیمان نامور هم اونجا یه چیزی به داور گفت. مجتبی بیژن جریمه میشه بعد از یکی دو خطایی که مرتکب شد. بازیکن با تجربه خط دفاعی تیم داماش برمیگرده، میره سر جای خودش قرار میگیره. در کنارش فرزان دانا هم هست. روح‌الله صفویانپور منتظر که بازی رو آغاز بکنه. آقا ستار هم اون گوشه صحبت میکنه. حالا صفویانپور برای فرزان و خطای فرزان به روی مجتبی بیژن. سطرزاده باز هم مورد تشویق قرار میگیره. این بازی موقعیت‌های خوبی رو داشت، تنها چیزی که نداشت گل بود. امیدواریم که در این حدود 27 دقیقه باقی مونده گل رو هم شاهد باشیم در این مسابقه. نتایج بازی همزمان رو خدمتتون عرض کنم. مثل شهر بابک 2-0 دریای بابل پیش است. خیبر خرم‌آباد گل تساوی رو به فجر زد. 1-1 مساوی. حمیدرضا علی غلامزاده گل به خودی برای بازی خیبر و فجر. گل فجر هم که عرفان پورافراز زده. سازمان ملوه اردکان و سایپا هم 1-1 مساوی هستند. استقلال مولاسانی شهرداری داستان 3-3 و فاصل جنوبی جنب و نفت مدرسه سلیمان هم 1-1. الان همه بازی‌ها مساویه به جز مثل شهر بابک و دریای بابل. فرزان با این شکل شمالی که داره با غیرت و تعصب
کار خودش رو دنبال میکنه و حالا تعویض برای شهرراز اتفاق میفته. حسین فاضلی به ترکیب میاد، محمد علی صفیا از ترکیب خارج میشه. صفیا یعنی نیمه اول فوق‌العاده بود برای شهرراز، دو سه تا شوت خیلی خوب رو زد از پشت محوطه جریمه. در نیمه دوم بستن صفیا رو و اجازه هنرنمایی به اون ندادند. حالا ببینیم حضور فاضلی در ادامه مسابقه چگونه خواهد بود. آیه نظر محمدی و دو بازیکن رو میخواد به ترکیب بیاره. امیر محمد پورشیجانی و بازیکن شماره 88 علیرضا مصطفایی به ترکیبشون اضافه خواهند شد. بازیکن مصدوم از ترکیب خارج میشه. خیلی بازی متوقف شد در این دقایق و ببینیم عکس العمل های پورخلف چه خواهد بود. حالا ضربه رو باید بزنن. رولای صفویان پور پشت توپ هست. بازیکن دو تیم پشت محوطه جریمه. پور محمد هم یه قدری جلوتر اومده. صفویان پور با پای راست به روی محوطه، موقعیت برای شهر رازی ها. ضربه جواد نصیر رو کنترل کرد پور محمد. بازیکن مصدوم هم به زمین برمیگرده. محسن انبساطی هست. دو تعویض کنار زمین آماده و مهیا هستن. پور محمد بلند میفرسته به بیرون و تعویض حال شکل میگیره. یوسفی میاد بیرون و انبساطی بورشیجانی و مصطفایی به جای این دو در ترکیب قرار میگیرند. باید ببینیم در این حدوداً 25 دقیقه باقی مونده اونها برای داماشی ها چه تدارکی رو خواهند دید. آیه نظر محمدی کاملا کنار زمین تشویق میکنه بازیکنای تیم خودش رو. فاضلی رولا صفویان پور، رولا به روی زمین میخوره. خطا برای شهر راز هست. حالا فاضلی برای رولا صفویان پور، رولا میتونه از اون سانترای خودش به روی دروازه انجام بده. حالا باز هم فاضلی، آفرین خوب دید فیروزاده رو. فیروزاده برای رولا به روی دروازه میتونه ارسال کنه. موقعیت برای شهرراز، ضربه سر رو هم میزنند. این بار هم جواد نصیر. جواد میتونه در نقش مدافع گلزن ظاهر بشه. خودش برمیگرده، ضربه سر رو زد، برمیگرده در قلب خط دفاعی قرار بگیره. ارسال صفویان پور هم در نوع خودش بسیار خوب و با کیفیت بود و ضربه‌ای که زده شد. 67مین دقیقه. این بازی هنوز گل نداشته. همه بازی ها مساوی هستن به استثنای بازی مثل شهر بابک که 2-0 جلو هست از حریف خودش. ضربه سر از پیمان نامور. بازی قبلی مقابل مثل کرمان پیمان نامور و رضا آقا بابایی برای ما گل زدند. دو تا بازیکن خط میانی. حالا جواد یه تکنیک هم از میده، یکی دو پایی رو مزمزه میکنه. نامور رول صفویان پور خطا به نظر میرسید خطا هم اعلام شده. آیه نظر محمدی رو ببینید اونجا با چه جوش و خروشی صحبت میکنه و بازیکن خودش رو آروم میکنه. امید پورقنبری مرتکب خطا شده بود. حلقه محاصره بازیکن شهر راز تنگ و تنگتر شده. فاضلی یکی دو بار پا رو عوض کرد. خطا باز هم برای بازیکنای شهر راز روی ضربات ایستگاهی پیشین. دیدیم که نفوذ مدافعین تیم شهر راز در اون محوطه جریمه و ضربات سر اونها میتونه مثمر ثمر باشه. ببینیم این بار صفویان پور خواهد زد یا میلاد غریبی. بازیکن بلند قامت اومدن، هم جواد نصیر هست هم مجید بهروزی. مجید مزمزه میکنه که بره یا نه. حالا میره به محوطه جریمه. فرزان دانا هم هست با پای چپ به روی دروازه میلاد خواهد فرستاد. آیه نظر محمدی هم ببینید با چه استرابی اون گوشه ایستاده و نظارگر کار هست. روی چند سانتی متر ها دارن چونه میزنند.
دیواری دفاعی یک نفره بسته شده، میلاد به روی دروازه ارسال خواهد کرد. حالا با پای چپ کوتاه و زمینی و توپی که برگشت خورد. یک بار دیگه میلاد غریبی رو لای صفویان پور. فاضلی، خطای فاضلی به روی بازیکن داماش و کارت زردی که دشت خواهد کرد. تعمدی در کار نبود، کاملا زاویه به شکلی بود که فاضلی برای توپ رفت، اما برخورد پای او به بازیکن داماش موجبات مسئولیت بازیکن داماش رو فراهم کرد. انشالله که او هم به بازی برگرده. حالا باید ببینیم که با این شرایط وقتی تلف شده برای نیمه دوم خیلی بیشتر از نیمه اول خواهد بود. تعداد برخوردها و تعداد مسئولیت‌ها نیمه دوم خیلی بیشتر بوده. آقای پورخلف از فیروزادم صحبت میکنه و حسین فاضلی که مرتکب خطا شده بود. خدمتتون عرض کردم هفته آینده چهارشنبه 1 آذر ماه شاهد شهرآورد شیراز دیدار دو تیم فرجا شهید سپاسی و شهر راز خواهیم بود. ضربه سر از مجید بهروزی، توپی که به بیرون رفت و پرتاب رو باید آبی پوشان انجام بدند. مهداد بشرگردی صحبت میکنه با خط دفاعی خودش. داماشی قدری جلوتر میان. دقایقی بود که تحت فشار تیم شهر راز بودند. پرتاب رو باید انجام بدن بازیکنای داماش گیلان یا داماشیای رشت اگه بهتر بخوایم بگیم. بلند به میانه محوطه جریمه فرزان و توپی که به خط دفاعی میدن و از اون نقطه کار رو آغاز میکنن. گوشه زمین خطا به روی بازیکن شهرراز مشخص و مشهود بود. جواد نصیر با مجید بهروزی. رضا توپ میخواست و امینی که توپ قصدش برای امینی بفرسته اما توپ نرسید. بازیکن تازه وارد امیر محمد پورشیجانی به دنبال توپ و به این شکل مجید بهروزی موفق تر عمل میکنه. تعویض دیگر برای شهر راز آمدن بابا محمدی هست. یه مهاجم گلزن برای شهر رازی ها و بعد ببینیم تعویض چگونه انجام خواهد شد. با کدام بازیکن بابا محمدی تعویض میشه؟ داور مسابقه هم اجازه داده یا ندیده هنوز؟ ببینیم آقای پورخلف اجازه میده یا نه. تعویض انجام شد. اون سم فرزان دانا از ترکیب خارج شده و به جای فرزان بابا محمدی به ترکیب اضافه میشه. خسته نباشید میگیم به فرزان، بسیار با غیرت و با تعصب جنگید. حالا ببینیم بابا محمدی در ادامه کار برای تیم شهر راز چگونه کار خواهد کرد. جواد نصیر، مجید بهروزی، میلاد غریبی، امینی توپ میخواست انداختن برای بابا محمدی. خودش اولین توپ رو دشت میکنه. رضا آقا بابایی و رستمی کاپیتان تیم داماشی ها، این سمت کاپیتان شهر راز و توپی از دست رفت. سعید طالبی در مسافت با فاضلی موفق تر بود برای بورشیجانی.
پورشیجانی که با تکنیک نشون میده به جلو میندازه و حرکت میکنه و خطا رو میگیره از بازیکن شهرراز حسین فاضلی. حالا نظر عوض میشه، توپ در اختیار شهررازی ها قرار میگیره. حالا صحبت هم داشت میکرد آیه پورخلف با کمک دوم خودش وحید امیری و در نهایت رأی آیه پورخلف این بود که توپ در اختیار بازیکن شهرراز قرار بگیره. توپ به بیرون رفته. بچه‌ها باید یه قدری دقت رو هم چاشنی کار بکنن. فرصت کم هست، تنها 17 دقیقه به پایان این دیدار فرصت باقی است. این ستاره زاره هست، ستاره زاره‌ای که اصلا دلش نمیخواد که از این مسابقه امتیاز از دست بده. میلاد غریبی، بابا محمدی توپ میخواد، پیمان ناور همون جلو حضور داره. باز هم بچه ها توپ رو به بیرون میزنن. کارت زردی که نشان داد به کاپیتان تیم داماش رستمی و صحبت‌های آزاد جعفرزاده، رستمی، مجتبی بیژن و اسای بازیکنای داماش با داور مسابقه‌ای عبدالنبی پورخلف. بازی متوقف هست، یه قدری داره این دقایق توقف بیشتر و بیشتر میشه. آیه پورخلف باید سریع اجازه آغاز مسابقه رو بده. کمتر از 15 دقیقه به پایان این مسابقه. پرتو رو باید انجام بده. حسین خیری، پیروزاده برای بابا محمدی، بیژن توپ رو دور کرد. جواد نصیر رولا صفوی میفور سمت چپش هست. فاضلی برای صفویانپور رها کرد اما تو به اون نرسید. حرکت داماشی ها توسط رضا زاهد سوار گوشه محوطه جریمه. رضا زاهد سوار همونجا ضربه‌شو زد که مرداد بشاگردی دروازه‌بانی نیست که این توپا براش خیلی مشکلی ایجادی بکنه. این سر پیمان نامور سایت. نظر محمدی رضا زاهد تبا رو میکنه روی حرکتی که ثانیه‌های پیشین انجام داد و موقعیتی که ایجاد کرد به تنهایی. پور محمد، مسعود پور محمد، حالا داماشا یه قدری باز جلوتر و جلوتر میان، از اون لاک دفاعی خارج میشند، بلند به زمین شهر راز. آزاد جعفرزاده توپو گرفت از رضا آقا محمدی، زدم نمیتونه شک بگیره. رضا در مسافت بازیکن تیم داماش که توپش رو به بیرون زد. حسین خیری، بچه‌ها باید سری توپ پرتاب کنند. این چاشنی سرعت اگر تلفیق میشد با کار بازیکن‌های شهر راز، یه قدری رسیدن به گل تسهیل میشد. به روی دروازه موقعیت برای شهر راز. فاضلی رولا صفویانپور در کنارش. فاضلی به دروازه، موقعیت برای شهر رازی ها. ضربه رو هم زدند اما این سمت کنترل سینه توسط پژمان نجات و مسعود پور محمد. این چهره
یه بازیکن داماش هم باز به روی زمین افتاده و صحنه که یک بار دیگه با هم می‌بینیم ارسال پای راست فاضلی و توپی که با سینه در اختیار دروازه‌بان داماش قرار گرفت. آزاد جعفرزاده هست که رضا آقابابی بهش کمک میکنه تا برخیزه و کار پیگیری بشه. آی پورخلف او رو به بیرون هدایت میکنه تا کار پزشکیش انجام بشه. دو بازیکن باید برن به زمین، سپهر روزی طلب و جعفر حسین پور. ببینیم به جای کدام بازیکنان رضا آقابابایی از ترکیب خارج میشه. رضا هم خیلی دوید، یه موقعیت خیلی خوب هم داشت، اما خب شناخته بودن رضا آقابابایی رو بچهای داماش و او رو کنترل کردند. این سمت هم میلاد غریبی جای خودش رو به سپهر روزی طلب داد. میلاد هم خوب کار کرد. به هر دو بازیکن خسته نباشید میگیم. بازی باید پیگیری بشه، ببینیم تعویض‌ها به چه شکلی خواهد بود. توپ هم به رسم جوانمردی در اختیار دروازه‌بان داماش قرار گرفت. 80مین دقیقه حساب کار 0-0 مساوی هست. بازی خوب و زیبایی رو تماشا کردیم، اما ساعت حیف که گل نداشتیم مسابقه. بازی همزمان رو هم بد نیست مروری با هم بکنیم ببینیم که چه اتفاقایی افتاده. همه مساوی به استثنای بازی مثل شهر بابک و دریای بابل که مسی ها با دو گلی که حمید گلزاری و علیرضا ولیزاده زدند جلو هستند. مسی ها گل سوم رو هم میزنن. زدم نه اینور شکل میگیره، موقعیت برای بازیکن شهر راز هست، سری بچه حرکت میکنن اون گوشه. فاضلی خودش بعد حرکتش رو انجام بده. فاضلی به تو میزنه با پای راست برای استفاده بازیکن شهر راز که بسیار دور هست و بازیکن تازه وارد نارنجی پوشان سپهر روزی طلب به توپ نمیرسه. تعویض برای داماشی ها آمدن رضا پورمهدی تازه نفس هست. امید پورقنبری مهاجم نوک اونها، بهترین گلزن اونها هم به شمار میرفت، از ترکیب خارج میشه و دروازه‌بان داماش چرا انقدر اومده جلو؟ مصدوم شده، حالا باید به معصومیتش رسیدگی بشه. این هم مهاجم داماش هست که از ترکیب خارج شد. آیه پورخلف در صحنه حاضر هست. باید ببینیم وقتی تلف شده برای نیمه دوم که کم متوقف نشد مسابقه. چند دقیقه محاسبه خواهد شد. یا داره در این دقایق عرض تسلیت هم داشته باشیم به جامعه ورزش و جامعه فوتبال شهر شیراز و استان فارس. در گذشته مرد اخلاق و ادب جناب آقای نوذر مظاهری رو خدا رحمتشون کنه و روحشون شاد باشه. از مردان عاشق ورزش، عاشق فوتبال و تاثیرگذار در ورزش استانمون.
84مین دقیقه حساب کار 0-0 مساوی. پرتاب رو انجام میدن آبی پوشان داماش. پژمان نجات اشتباه کرد. سپهروزی طلب. حرکت اونها خطا روی سپهر مشخص بود. جعفر حسین پور رها میکنه اونجا. سریع بچه‌ها میخوان کار آغاز بکنند. آیه عبدالنبی پورخلف بازیکن رو جدا کرد. این سمت نارنجی پوشان، جواد نصیر پشت محوطه جریمه. یک بار دیگه سعید طالبی توپ دور شد. مجید بهروزی، فاضلی، حرکت بابا محمدی و باز هم به عقب. روح‌الله صفویان پور میگیرن آبی پوشان. سعید طالبی بازیکن تازه وارد. رضا پورمهدی، کاپتان رستمی، مجتبی بیژن، بابا محمدی دنبال توپ. اگر بابا محمدی اون بابا محمدی همیشگی باشه با اون کیفیت کار، مهاجمی فوق‌العاده خطرناک و گلزن هست در نوک پیشانی خط حمله نارنجی پوشان شهر راست. تعویض دیگر برای داماش آمدن سیامک علیزاده هست. بابا محمدی فصلی که برای فجر بازی کرد 7 بار موفق به گلزنی شد برای این تیم. حالا سید حسین حقشناس مولا سرایی هم به ترکیب اضافه میشه و سعید طالبی از ترکیب خارج شد. 86مین دقیقه. مهرداد بشهگردی، جواد نصیر، خود جواد از همونجا به زیر توپ میزنه به سمت دروازه. حسین پور تو به روح‌الله خورد، تو به بیرون رفت، پرتو برای داماشیا خواهد. تقریبا مشاهده میفرمایید بازیکن 7 از ترکیب خارج شد و بازیکن شما 18 به جهود در ترکیب قرار گرفت. روح‌الله باز هم ضربه سر و زد. فیروززاده باش درگیر هست. رضا پورمهدی، مجید بهروزی قبل از آزاد جعفرزاده ضربه بابا محمدی. فاضلی چه محوطه جریمه. خود فاضلی عقب‌تر، فرصت برای ارسال، موقعیت برای شهر راست. خطای نارنجی پوشان اعلام شد. این عبدالنبی پورخلف هست. منتظر هستیم ببینیم که بخشای تلف شده برای نیمه دوم رو چند دقیقه محاسبه خواهد کرد. پور محمد در وضعیت نامتعادل. پیمان نامور، بابا محمد، ضربه ایستگاهی هست، باید فاصله رعایت بشه. اعتراض شدید نیمکت نشینان تیم داماش و کارت قرمزی که نشان داد آیه عبدالنبی پورخلف و یکی از نیمکت نشینان داماش رو اخراج کرد. صحنه رو با هم ببینیم. حرکت حسین پور انجام داد و خطایی که گرفت از بازیکن داماش. ضربه ایستگاهی رو باید بزنن. روح‌الله صفویان پور صحبت میکنه. ببینیم از این ضربات ایستگاهی پرتعداد بالاخره شهررازی‌ها به گل خواهند رسید یا خیر. درون محوطه جریمه قوقایی هست. آیا پورخلف بازی رو متوقف کرده؟
همه رو به آرامش فرا میخونه. دقیقه 89 روح الله صفویان پور با پای راست به روی دروازه ارسال خواهد کرد. خود روح الله پای راست، محوطه جریمه، ضربه که زده میشه به بیرون و کورنری که برای شهر رازی ها به دست میاد. فاضلی خواهد زد با پای راست روی دروازه. فرصت برای شهر راست. پیمان نامور بود و مجتبی بیژن که بیژن زد توپ رو. باز هم به روی دروازه. مجید بهروزی. فاضلی صاحب توپ است. گوشه محوطه جریمه. فاضلی آفساید. پرچم کمک اول آیه حسین بهوندی و توقف به کار. 90 دقیقه 0-0 مساوی. جدال نارنجی پوشان شهر راز و آبی پوشان داماش تا به اینجای کار نتیجه بهتر از مساوی در پی نداشته. به زمین شهر راز ضربه سر رو زد پور مهدی و مهداد بشگردی. کورنر شد ظاهرا. نیمکت شهر راز هم معترض بود روی این صحنه. حالا احتمال فراوان مجددا بررسی خواهیم کرد چه اتفاقی افتاد. در اصل کورنر رو باید بزنن داماشی ها. مرداد بشاگردی میچینه چینش دفاعی خودش رو از سمت چپ دروازه شهر راست خواهند زد با پای راست. هیچ اتفاقی نیفتاد. یکی دو بازی بود که دور کرد. حالا ضد حمله میتونه شکل بگیره. بابا محمدی پیمان نامور رو در کنار خودش داره. خود بابا برخورد سر مجتبی بیژن و بابا محمدی. بابا خوشبختانه چیزیش نیست، میتونه بازی رو ادامه بده. حالا از همونجا بلند و کشیده پشت محوطه جریمه. مجتبی بیژن پیمان نامور از همونجا توپ رو سراسیمه به بیرون میفرسته. پرتاب رو باید انجام بدن بازیکنان شهر راست. یکم سریعتر میتونه کار پیگیری بشه. مجید بهروزی، جواد نصیر سمت راست فضایی رو داره روح الله صفویان پور. اگه او رو ببینند به میانه های محوطه جریمه تو برگشت خورد. مجید بهروزی خودش تا به اونجا پیش اومده. امینی با پای چپ به روی دروازه تو برگشت میخوره. یک بار دیگه فرصت برای بازیکن نارنجی پوش. پنالتی اعلام شد. تو برخورد کرد به دست بازیکن داماش و آیه عبدالنبی پورخلف که اعلام پنالتی میکنه. دقیقه 92. صحنه رو حتما باز با هم بررسی خواهیم کرد. ببینیم با هم به این شکل پیمان نامور هست. ضربش رو زد، برخورد کرد به دست مجتبی بیژن. چیزی که تصمیم آقای عبدالنبی پورخلف دقیقه 92. پیمان ناموری که بسیار مؤثر کار کرد در خط میانی پنالتی رو هم گرفت. حالا کی میتونه در این دقیقه پشت ضربه بایسته؟ دل تو دل هوادار نیست. نتیجه که تا به اینجا 0-0 بوده. حالا یه ضربه پنالتی میتونه همه چیز رو تغییر بده. مجتبی بیژن چقدر تلاش کردیم بازیکن و ستاره زاره این سمت. آیا خوشحالی به اردوی شهر راز میاد یا اینکه پور محمد دروازه‌بان تیم داماش کار دیگری خواهد انجام داد؟ مجتبی بیژن بر نمیخیزه، همونجا دراز کشیده. آی پورخلف بالا سرش هست. 2 دقیقه و 56 ثانیه. 3 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از وقت‌های تلف شده. ببینیم کدام بازیکن خواهد زد. دروازه‌بان داماش که یه قدری هم احساس معصومیت کرد باز هم اومد کنار زمین مداوا شد. اینور مهرداد بشاگردی که نظاره‌گر صحنه هست
مجتبی بیژن که خیلی تلاش کرد در خط دفاعی داماش، اما دیگه نایی برای برخواستن نداره و بابا صالحی با مسعود پور محمد، پیمان نامور، شاید خود پیمان بزنه، پیمانی که هفته پیش هم گل زد برای ما. آیه پورخلف جو آروم کرده، دروازه‌بان داماش باید بره سر جای خودش بیسته. همه ورزشگاه ایستاده دارن این صحنه رو تماشا میکنند. پور محمد میره در اون دروازه قرار میگیره، پیمان نامور پشت توپ هست. ببینیم آیه پورخلف چه زمانی اجازه خواهد داد. صحنه حادث شدن پنالتی رو هم باز از زاویه دیگر دیدیم و همه منتظر هستیم تا ضربه نواخته بشه و تکلیف این پنالتی مشخص بشه. صحبت میکنه سیامک علیزاده با دروازه‌بان خودش. مسعود پور محمد، پیمان نامور هم پشت توپ قرار گرفته. چه زمان اجازه خواهد داد تا ضربه رو بزنند؟ اصلا عجله هم نداره آیه پورخلف. مسعود پور محمد هم تمرکزش رو انجام داده، پیمان نامور پشت توپ. آیه پورخلف، بازیکنایی که همه پشت خط محوطه جریمه با فاصله ایستادند. پیمان نامور هست و مسعود پور محمد. یه ضربه پنالتی دقیقه 96م. ببینیم این هافبک رعنای فوتبال ما چه خواهد کرد و توی دروازه شهر راز بالاخره به گل میرسه. شهر راز 1، داماشیای رشت 0. برنده گل پیمان نامور. بالاخره شهر راز گل زد. ستاره زاره که خوشحالی به اردوش میاد بعد از شکست مقابل مثل کرمان. واقعا این برد میتونه از نظر روحی و روانی کمک حال تیم باشه. پیمان به این شکل دروازه رو باز کرد خلاف جهت حرکت مسعود پور محمد. دقیقه 97م و حساب کار 1-0 به نفع شهر راز. بیژن اونم به پشت محوطه جریمه. ضربه سر رو زدن داماشی ها. بچهای شهر راز حرکت خودش رو انجام تکل بازیکن شهر راز به روی حسین پور. تو به بیرون رفته. ببینیم نظر آقای پورخلف. توپ در اختیار بازیکنای نارنجی پوش قرار میگیره. بالاخره به گل رسید تیم شهر راز تا این بازی گل داشته باشه. جواد نصیر، حسین فاضلی، روح الله صفویان پور. حرکت حسین پور و خطایی که اعلام نشد. پرتوب رو انجام میدن داماشی ها. کاپیتان رستمی جناب بازی رو عوض میکنه اون سمت برای همتیمی خودش. به روی دروازه فیروززاده، فاضلی، امینی. توپی که دور شد. از اون سمت هم خبر میرسه که خیبر دومین گل رو به 5 زده. خیبر 2-1 از مصر میشه. آینده شاهد دربی شهر شیراز، دربی فجر و شهر راز خواهیم بود. این سمت داماش باز هم حمله میکنه. آفساید اعلام شده.
مثل شهر بابک 3، دریا 0، خیبر 2، فجر 1، چادرملو 1، سایپا 1، استقلال آبی پوش ملاستانی 0، شهرداری آستارا 0، پارس جنوبی جمع 1، نفس مسجد سلیمان 1 و شهر راز شیراز 1، داماش گیلان 0. این تمامی بازی هایی هست که امروز برگزار شد. 99مین دقیقه حساب کار 1-0 به نفع شهر راز هست. مهرداد وشاگردی بلند و کشیده به زمین داماش گیلان. این سر حسین پور از همونجا میتونه ضربه‌شو بزنه. خود حسین پور یک بار دیگه بابا محمدی با پای چپ و توپ با فاصله به بیرون میره و سوت پایان مسابقه توسط آقای عبدالنبی پورطلب به صدا در میاد. تبریک میگیم به شهر رازیا، خسته نباشید میگیم به داماش که بسیار تلاش کرد و روزهای بهتر برای فوتبال شیراز و استان فارس رو آرزو مندیم. برای همه شما دوستان عزیز هم که نشستید این فوتبال رو تماشا کردی از همتون متشکرم. تا هفته دیگه و دیداری دوباره. خدا یار و حق نگهدارش. دوستان دیدید خودتون چی شد دیگه، یعنی هرچی بگیم توضیح واضحات. وقتی بازیکن تعادل نداره، بعد در اون فاصله کم توپ به دستش میخوره، هیچ جوره نمیتونه پنالتی باشه. یعنی صحنه‌ش هم که بارها پخش شد دیگه. حالا چرا این اتفاقا میفته واقعا معلوم نیست که آیا اینا آمدانه هستن یا اینکه نه، این بدشانسیه که فقط در بازی داماش رخ میده. افسوس که نتونستیم اولین امتیاز خارج از خونمون رو به دست بیاریم و متاسفانه پیشبینی که توی وارشتا که 2 روز پیش کرده بودم درست از آب در اومد و ما 1-0 باختیم. خیبرم دیدید دیگه، خیبری که نیمه اول 1-0 عقب بود، الان بازیش 2-1 و این اتفاقات عجیب و غریبی که امسال توی لیگ 1 داره میفته، واقعا امیدوارم که یک پیگیری جدی در موردشون انجام بشه، چون فوتبالی نیستن اینا اتفاقاتی هستن که غیر فوتبالی هن و هر هفته هم دارن رقم میخورن و اگر یک بازی باشه، 2 بازی باشه، 3 بازی باشه، آدم میگه که خب به هر حال اتفاق اشتباه داوریه یا حالا هر چی. ولی وقتی اینا مدام تکرار میشن، این یعنی اینکه احتمالاً یه چیزی فرای مشکلات داوریه. اینورم من چت رو ببینم میتونم برای شما بیارم که شما بتونید بخونید. البته خودتون که تو چت حتما دارید میبینید. آره حسین گفته همینجوری که اوضاعمون خیترش نکنین. بله، کامنت هم که دارید میبینید دیگه، من دیگه نیازی نیست واقعا بخونم. تشکر میکنم از این حدود 500 نفری که در مجموع وارد لایو وارش اسپورت شدن و این بازی رو از توی صفحه یوتیوب ما دیدن. اول بازی گفتم، در بین دو نیمه هم گفتم ما ساعت 10 در خدمت آقای نصیر نعیمی پور مالک باشگاه داماش هستیم. قراره که در مورد یک سری از اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاده بیان و صحبت کنن. این ارتباط هم زنده هست، شما میتونید همزمان کامنت بذارید و کامنتاتون حالا توسط ایشون یا نزدیکانشون حتما خونده میشن و ساعت 10 خلاصه بیاین توی لایف
حالا چه توی یوتیوب چه توی اینستاگرام، که اون برنامه رو هم در کنار هم داشته باشیم. با این شکست داماش توی جدول در جایگاه خودش میمونه. این اختلاف در ته جدول یه خورده با تیم‌هایی که بالاتر هستن بیشتر میشه، کار سختری داریم و توی بازی بعدیمون باید جبران کنیم. یکی از دوستا گفته که از فرانسه داره بازی رو میبینه، یکی دیگه از دوستان نوشته که از اسپانیا داره میبینن. چه جای جالبیه، باید یه نقشه بکنم بسازیم از دوستانی که خارج از ایران بازی ها رو میبینن. از فرانسه فکر میکنم 2 نفر رو داریم، از انگلستان داریم، از ترکیه داریم، اسپانیا، استرالیا، مجارستان، آلمان هم فکر میکنم داشتیم، کانادا هم داشتیم. و دم همتون گرم دیگه. خلاصه دم همگی دوستانی که میان توی لایو و بازی رو میبینن گرم. یکی از دوستانم مثل که از منچستر دارم میبینم، پس 2 نفر شدن از انگلستان. تا حالا فرانسه و انگلستان رقابت خوبی دارن با هم در زمینه بینندگان وارش اسپورت. حالا شما هم اگر از هر جایی غیر از رشت و گیلان دارید بازی رو میبینید میتونید اینجا بنویسید اگر از تهران یا بقیه استان هم هستید. دقیقا فقط داماش گیلان. این روزای تلخ هم به هر حال میگذرن، این روزای تلخ هم میگذرن. ما هوادارا هستیم، روزهای خوب رو هم میبینیم. حالا امسال نشد سال بعد، و امیدوارم که به زودی زود در کنار هم همینجا توی لایو وارش اسپورت با هم جشن صعود به لیگ برتر رو بگیریم. آره، ببین فیلم جان، حالا اسمت نمیدونم چیه، تیم کم میاره البته. خب یه خورده به خاطر شرایط جغرافیایی هم هست. یعنی همیشه تیم های گیلانی زمانی که میرن توی سرزمین های کویری و میانی ایران بازی میکنن معمولا یه خورده از نظر ارتفاع کم میارن. مم. آره تیم خوبی هم که نیست واقعا. آره یعنی آره حسین باهات موافقم، این بازی زیاد ربطی به مربی نداره. منم معتقدم که مشکل بازیکن داریم. امشب حالا آقای نعیمی پور ساعت 10 که اومدن توی لایف، حتما در مورد جذب بازیکن‌های تازه هم با ایشون صحبت خواهیم کرد که برنامهشون چیه به هر حال برای تقویت تیم. اه، خلاصه اینجور دیگه. دوستان اگر مایل بودید که این چت رو ادامه بدید، بعد از به اتمام رسیدن لایو میتونید همین صحبت ها رو تو بخش کامنت ها انجام بدید، یا اگر راحت تر بودید که میتونید بیاین توی گروه داماشیا و این صحبت رو اونجا هم انجام بدید. دیگه این چت این لایو رو میبندم که دیگه چون صحبت خاصی هم نمونده واقعا، دل و دماغش هم که نداریم. حالا میدونم دارید چت میکنید، اگر مایل بودید زیر همین ویدیویی که از لایو باقی میمونه همینجا چتتون رو انجام بدید، یا اینکه میتونید به صورت خیلی جدیتر توی گروه داماشیا هم همین کار رو انجام بدید. دمتون گرم، ممنون که میایین این لایو رو از وارش اسپورت تماشا میکنید. امیدوارم که به هر حال در بازی‌های آینده شرایطی پیش بیاد که اینطوری شرایط واقعا بهتری داشته باشیم و اینطوری ناراحت بازی‌ها رو نبینیم. دم همگی گرم و تا برنامه بعدی. البته برنامه بعدی که ساعت 10 دیگه، تا 10 شب. خداحافظ.